برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. هست صدا پیدا شد. صدای من پیدا شد دوستان. صدا آمد. صدا پیدا شد. میگن برنامه را آغاز میکنیم. باز یک بار دیگر سلام و درود بی پایان برای شما یکایک شما تماشابینان عزیز گرامی. تشکر به شما که به دیدار ما آمدید. تشکر به شما که حالا گوش به قمار هستید تا ما را بشنوید. تشکر به یکایک شما که آماده هستید این دقیقه های چند ما را بشنوید. واقعا پیشه که به شما میرسانم تماشابینان عزیز که ما خیلی صحبتمان دور و دراز است. آمادگی خود را ببینید، اما صحبت خیلی گرم خواهد بود و این صحبت ما خیلی مفید برای کشور، برای ملت، برای وطن خواهد بود. چون که وقتهای آخر ما میبینیم در تاجیکستان سیاست های پیاده می شود که دانسته یا ندانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه ملت را پراکنده می کند. اما خودی مقامداران از سیاست پیش گرفتهشان دیده می شود که کوشش دارند یک پارچگی ملت را تامین کنند. حرکت کرده ایستاده اند ملت یک پارچه باشد، متحد باشد. اما میبینیم وقتی که سیاست خطا، سیاست نادرست پیاده می شود، همه کوشش شما برعکس نتیجه می دهد. و این کوشش های حکومت امروزه، رژیم امروزه را ما دیده ایستادیم که یک پارچگی ملت را برهم داده ایستاده است، مردم را پراکنده کرده ایستاده است. حالا ما نگران بودیم از اینکه مردم مهاجر در بدر شده ایستاده است، ولی میبینیم در داخل خود کشور هم مردم پارچه پارچه و تقسیم شده ایستاده است. حالا ما میبینیم بحث بدخشان به میان آمده ایستاده است. حالا ما میبینیم در تاجیکستان بحث این که آیا مردمی که با زبان خودشان، با زبان قدیمی گپ میزنند، مردمی یغنابی، شغنانی، آیا تاجیک هستند یا نیستند؟ این بحثا به میان آمده ایستاده است. و حالا میبینیم در بعضی از برآمدها در منبرهای بین المللی، دالانهای بین المللی، قسمی از مردمی بدخشان اقلیت‌های ملی اعلان میشوند و در این باره در امروز در همین برنامه ما با شما گفتگو خواهیم کرد. و تماشابینان عزیز، پیش از همه به یکایی که شما باید بگویم که وقتی که این موضوع را ما بررسی میکردیم، یک جلسه در ژنو برگزار شد که در آنجا نمایندگان حکومت تاجیکستان در نزد سازمان ملل متحد درباره
حقوق بشر در تاجیکستان گزارش دادند و به سوالهای سازمان ملل متحد در ژنو حضور اعضای کمیته محو نجات پرستی این سازمان گزارش دادند و اساساً بحث امروزه ما هم در همین باره است. در این هیئت مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان، گلنوره حسنزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، ظریف علیزاده یک نامی به همان شناس سابق امبودسمن تاجیکستان و حالا باشد یاوری رئیس جمهور در امور حقوق انسان، فیروز آرزوزاده رئیس ریاست حقوق انسان دستگاه ریاست جمهوری، امید بابازاده امبودسمن حاضری تاجیکستان، علمشاه عبدالرحمنزاده شناختید؟ بزماکوف معاون اولی وزیر امور داخلی تاجیکستان. بزماکوف گویم همتون میشناسین، حالا علمشاه زاده اینقدر شناس نیست، نامش را دیگه کردگی است. عبدالرحمن بزماکوف، علمشاه عبدالرحمن زاده شدگی است حاضر. غفور محسن زاده معاون اولی وزیر تندرستی، لطفی عبدالخالق زاده معاون وزیر علم و معارف تاجیکستان در روبروی نمایندگان سازمان ملل متحد در ژنو نشسته درباره حقوق انسان در تاجیکستان گزارش دادند به سوالهای نمایندگان سازمان ملل متحد کوشش کردند که پاسخ بدهند و در این پاسخشان بگویند که در تاجیکستان همه گل است، حقوق انسان 100% رعایت می شود. تاجیکستان یگان قانونی بین المللی حقوق بشر را نقض نکرده است، همه حقوق های انسان مو به مو، نقطه به نقطه، جا به جا اجرا می شود و دعوای آنها همین طور بود. حالا در رفت برنامه حتما خواهید شنید و حتما خواهید فهمید. هیئت سازمان ملل متحد در این نشست بیشتر به وضع نمایندگی اجتماعی و سیاسی اقلیت‌های ملی، استفاده قانون مربوط ضد تروریستی و پخش اعتراض مردم در ولایت مختار کوهستانی بدخشان بیشتر توجه کردند. حالا تسمه بعضی چیزها رو من میخوام از کامپیوتر خودم نشان بدم، از لپتاپ خودم، برای همین به استودیو لپتاپم رو پیوست کردم. اساساً شما اگر پیشتر از این برنامه ما بعضی از برآمدهای نمایندگان تاجیکستان را تماشا کردگی باشد، الکی میدونید که آنها چی گفتن، چی شنیدن، لیکن باز هم اینجا خیلی جالب است که به گفته‌های آنها اشاره کنیم، یک بار دیگر بشنویم که آنها چی میگویند و گفته‌های آنها را نیز یک کمی تحلیل تا بجا نه یک کمی تفسیر کنیم که آنها چی گفتند و چی میخواهند. مظفر اشوریان در ضمن گزارش خود در این کمیته سازمان ملل متحد از قانون‌های جمهوری تاجیکستان در زمینه پیشگیری از تبعیض یادآور شده بیشتر سری مسائل حق زنان در جامعه و اویله، سهم بانوان در نهادهای حکومتی و اختصاصی بورسیه ها برای جلب زنان به صاحبکاری در کشور و غیره گزارش داد. یعنی گفت که ما کوتا جدا کردگی هستیم، زنان به خواندن جلب می شوند، کوتا جدا کردگی هستیم، زنان به منصب جلب می شوند، یعنی مخصوص با کوتا زنان به منصب جلب می شوند. اگر شما فرض کردیم 30% منصب ها در تاجیکستان به طور مثال اگر برای زنان جدا کرده شدگی باشد، 70% برای مردها، همین 30% زن اگر ناشایسته باشد از روی کوتا باید در حکومت کار کند. باز از روی کوتا جدا کرده شده در تاجیکستان اگر رئیس یک تشکیلات دولتی اگر مرد باشد باید جانشینش زن باشد.
از او زن دیده دیگر یگان جانشینی ارزنده باشد هم باید زن باشد. همینجا کجا فهمیده می شود که حقوق زن و مرد برابرند و شایسته سالاری وجود دارد؟ اینها اگر شایسته سالاری را رعایت کنند، برابری حقوق مرد و زن را گویا رعایت کرده نمی توانند. برابری حقوق زن و مرد رعایت شود، در تاجیکستان شایسته سالاری از بین میرد. بله همین طور من گفتنی نیستم که زنها شایسته معاونی نیستند. من به این باورم که ده ها زنها را در تاجیکستان یافتن ممکن است که 10 برابری امام علی رحمان خوبتر و بهتر تاجیکستان را اداره کرده می توانند، سزاوار پرزیدنتی هستند. اما اینجا ساختکاری و با طور سنئی گویا بلند نشان دادن مقام زن نقطه نظری من است و من این را میخواستم اشاره کنم. چنانکه که در بالا گفته گذاشتم، تماشابینان عزیز، شرکت‌داران جلسه بیشتر به سرکوب شدن اعتراضگران در بدخشان به عنوان اقلیت ملی توجه ظاهر کردند. به عنوان اقلیت ملی، یعنی حتی در سازمان ملل متحد اینقدر و در سازمان‌های بین‌المللی اینقدر شکایت‌ها جمع آمده است که و حالا حاضر غالبیت در آن است که یک قسم مردمی بدخشان که با زبان‌های سوغدی، با زبان‌های قدیم و همون زبان حفظ کرده خودشان صحبت می‌کنند، با زبان شغلی آنها اقلیت‌های ملی دانسته شدند و تاجیکستان امروز تا به امروز موفق به این نشده است که بگوید نه اینها یک شاخه خودی زبان تاجیکی هستند. نه، کسانی که شکایت بردند به سازمان‌های بین‌المللی با وجودی آن که در تمام جهان تاجیکستان دیپلمات‌های خودش را دارد، نمایندگی دیپلماتی، سفارت و کنسولگری‌های خودش را دارد، اما مردمی بدخشان در عرصه بین‌المللی موافق به این شده اند که بگویند ما اقلیت‌های ملی هستیم، همچون اقلیت‌های ملی شناخته شدند. حالا بینید، اما مظفر اشوریان در اینجا هرچند میگوید که آنها تاجیک هستند و همچون اقلیت ملی شناخته نشده هستند، آنها اقلیت ملی نیستند، اما یکی از اعضای کمیته نماینده سازمان ملل متحد در رابطه با جامعه شهروندی در خصوص ولایت بدخشان گفت که ما از این برآمد مظفر اشوریان، ما از این برآمد نماینده تاجیکستان چی نیافتیم؟ پاسخ درست نیافتیم. اما ویدیوی نماینده سازمان ملل متحد ما اینجا یک بار گپش رو گوش کنیم. نه ویدیوی نماینده سازمان ملل متحد. دویمش В нашей страны есть отдельная глава по памирцам, по автономии этой области. В любом случае, хотелось бы услышать ваше мнение, почему есть напряженность, почему люди в тюрьмах и тому подобному. А сейчас я перейду к сегодняшним вопросам. Спасибо. Не было дано ответа на вопрос о гражданском обществе в стране, в особенности в Памирской области. Когда организации, работающие по правам человека, просили самоликвидироваться или приостановить их деятельность? Этот был вопрос. Также мы спрашивали о причинах плохого обращения с лафитами и мусульманским братством, с такими организациями. Еще задавали вопросы коллеги. Каковы причины продолжающейся напряженности в Памирском регионе, по крайней мере, в 3 десятилетия? Мы не слышали, чтобы вы дали ваше понимание
ваше ощущение относительно этого вопроса. Я не знаю, может быть, вы можете позже ответить на этот. Ведь в соответствии с Конституцией вашей страны есть отдельная глава по помирцам, по автономии этой области. В любом случае, хотелось бы услышать ваше мнение. Почему есть напряженность? Почему люди в ببینید مرده مظفر اشوریان برآمد میکند، خودش را زن و برزن میکند، همین قدر جواب میدهد. نماینده سازمان ملل متحد میگوید تو به سوال من جواب ندادی. اگر همین تاجیکچه کرده گوییم تو از سوال من گریختی از جواب دادن. از اونی که به سوالهای من جواب دهی تو قانونهای تاجیکستان را ذکر کرده شدی. در تاجیکستان این قانون قبول شده است، در تاجیکستان اون قانون قبول شدگی است. مسئله حقوق بشر این قانون را داره، مسئله حقوق زنها این قانون را داره، مسئله حقوق کودک این قانون را داره. داری چی داری نداری او گروه دسترخوانت بیار. اونه که در انبار پنهان کرده موندی به کی لازم است؟ روی حقوق پیشنهاد کردگی چی حقوق برای مردم داری؟ یک بار دسترخوانت را بکشا، مردم از آن لذت ببرن، از آن تناول کنن، از آن بگیرند. نه شما قانونها را قبول کرده اید، به یک انبار پنهانش کرده اید، او قانون را هیچ کس نمیبیند، فقط در همین گزارش های بین المللی ذکرشان میکنید. تمام. چرا چنین است؟ اگر او قانون ها پیاده شوند، مظفر اشوریان، امام علی رحمان پس فردایش باید استعفا بدهند. بله، انا بروی همین هم او شما به یک همین بغاج محکم کردگی هستید. در کدام انبار وجود دارد این قانون ها؟ فقط در همین سازمان های بین المللی صدا میدهند، اما در تاجیکستان این گونه قانون وجود دارد یا ندارد مردم نمیداند. ببینید، درباره اقلیت ها گام میزنیم. در چنانی که گفته گذاشتم، در حجت هایی که در این زمینه به سازمان های بین المللی پیشنهاد شده‌اند، خیلی پیشتر، خیلی پیشقدمانه مردمی بدخشان که در اینترنت بسیار حجت ها دریافت کرده ممکن است، معلومات ها پیدا کرده ممکن است. اما زبان این لفظ یا همین مردمی بدخشان استفاده شد، زمان استفاده شد که به ادعای رسانه ها در ضمن برگزاری یک رید از جانب کارمندان وزارت امور داخلی، نیروهای امان این وزارت به سوی مردمی بی سلاح پلیس بحث میکردن آتش کشیدند. همان زمان این مسئله پیدا شد. در رسانه ها علیه گفتن که اقلیت های ملی را سرکوب کرده شدند در تاجیکستان. من ببینید این کامپیوتری مرامان، این یک خبر از 21 می سال 2014. آن زمان علیم شیرزمانوف، رهبر شعبه ولایتی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودند. شاید در برنامه ما هم شرکت کنند و این را شرح بدهند و دیگر شرح‌ها را نیز از ایشان امیدوار هستیم که شرح میدهند. ببینید اینجا گفته شده است که از 500 تا 700 نفر به نزد بینای حکومت جمع آمدند. اینجا گفته شده است причиной беспорядков стал расстрел сотрудниками ОМОН людей, которые находились в машине, остановленной в центре города. В городе проводился рейд против тонированных машин, остановили автомобиль. Милиционеры начали спорить с водителем, но тут подошел ОМОН и без предупреждения открыл огонь на поражение, рассказал Алим Шерзамонов. ببینید اینجا خودی سال 2014 این گپا وجود داشت.
انکنون از اینجا برام شما ببینید که در همین نتیجه این اقدامات پلیس که حاضر سال 2014 که تظاهرات مردمی برپا شد، مقامات تاجیکستان با این تظاهرات با زبان سلاح صحبت کردند. با زبان سلاح، یعنی ضد مردم، علیه مردم تیر کشیدند. در نتیجه 2 نفر کشته شد. چنانکه که گفتم این واقعه سال 2014 بود. اما 2 سال قبل از این، سال 2014 از این واقعه در خاروخ یک جنگ تمام عیار صورت گرفته بود. در خاروخ یک جنگ بزرگ به میان آمده بود که حتی این شهر شد. در تابستان سال 2012 عبدالله نظرов رئیس بخش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به طور مرموز کشته می شود. او کشته شدن او را چند خیل شهر داده است. مست بود، کلاش را به سنگ زد، این خیل کرد، اون خیل کرد. انیقش به طور اغلب خودی همین مقامات امنیتی، خودی مقامات را کشته بودند تا اینکه یک بهانه بیابند مردم را سرکوب کنند. حکومت تاجیکستان برای گویا پیاده کردن عاملان قتل رئیس بخش کمیته دولتی امنیتی کشور در این ولایت ارتش را وارد خاروخ کرد که در پی ورود ارتش به ولایت و برخوردش با مردمی بی سلاح 41 نفر کشته شدند. 41 نفر. این در این باره در ویکی‌پدیا هم معلومات هست. من حاضر اینجا من میتوانم به شما نشان دهم. من ببینید конфликт в Горном Бадахшане, спецоперация в 2012 году. من اینجا نیترالیزاسیا یعنی بی‌ضرر گرداندند. 41 نفر کشته بی‌ضرر گرداندند. شما میتوانید از ویکی‌پدیا پیدا کنید. سرلوحه هم همین خیلی است. конфликт в Горном Бадахшане 2012 году. میتوانید معلومات رو پیدا کرده خودتان مستقلانه بخونید تا اینکه وقتمان بسیار نرود. ببینید چون معمولا پاسخهای مقامات دولتی در زمینه این گونه اعمال قانع کننده نیستند. چرا؟ نظر و تحلیل های مختلفی در این خصوص به وجود می آیند. مثلا برخی از تحلیلگران به این نظر بودند که عملیات نظامی به خاطر تحت کنترل گرفتن منطقه سازمان داده شده بود. یعنی همین فتنه خودی مقامات، خودی حکومت همین فتنه ساخت، همین سپکتاکل ساخت و خود هم ساخته ایستاده است و به این هم برمیگردیم به چند سپکتاکل، یعنی مسحک های اخیر. و اون وقت هم برای تحت کنترل گرفتن مشورت میکنن، همین میشینن مصلحت میکنن میگن که یک همین هجوم کرده رویم چشمشون ترسد تمام زیر کنترل میگیریم. کدوم بدبختش همین مشکلات میتید. بعد امام علی رحمان راضی میشود، من راضی دادم که لیکویدی رو واتشون کنین، من راضی دادم که بی‌ضررشون گردانید. میگوید با میرن مردم رو بی‌ضرر میگردانند. در یک برخورد 41 نفر رو کشتند. این بود سال 2012، 2 سال پیش از سال 2014. مرده ها را برده به موسرخا پتفتند. خود یعنی ارتشی که به شهر خاروخ هجوم کرده بود. اکنون این را ببینید. در این منطقه سال 2012 ارتش کشیده شد به خاروخ. سال 2014 بعد از 4 سال دیگرش سال 2018 و بعد از 3 سال دیگرش سال 2021 و بعد از باز یک سال دیگرش سال 2022 این منطقه شاهدی درگیری‌های بوده است که سبب بزرگتر جلوه یافتن قضیه شده است. یعنی تا به گوش سازمان‌های بین‌المللی آمده رسیده است و امروز سازمان‌های بین‌المللی از تاجیکستان پرسیده شده است که شما چیکار کرده ایستاده این؟ در بدخشان شما چگونه کرده اید؟ چرا بدخشانی ها را اینقدر عذاب میدهید؟ تماشابینان عزیز، حالا بعضیتون شاید بگویید که
چرا دیگر موضوع خوش شده است که تو این موضوع رو انتخاب کردی؟ تماشابینان عزیز، این حکومت تاجیکستان چنان به اندیشه من به یک خطاگی جدی دست داده ایستاده است که میتواند همین خطاگیش 40% تاجیکستان را از جغرافی تاجیکستان دور کند. بدخشان حالا در یادم نیست زیاده از 40% زمین تاجیکستان است. این مردم حالا ما اقلیت‌های ملی هستیم گفته به سازمان‌های بین‌المللی داد رسانده ایستاده‌اند، شکایت برده ایستاده‌اند و شکایت‌هایشان شنیده شده ایستاده است. از خودی مقامات کشور، از خودی حکومت کشور یک سر و گردن بالا گرامتنه با دلیل با فکت برآمد کرده ایستادن. اینها میپیان میجینگ مرینگ میکنن میروند. ما این قانون داریم، اون قانون داریم، این قانون داریم. از سوال شده، از سوال گریخته میروند. کنکریت نه، اباس نوانه گپ نمیزنند. یعنی یک با دلیل با حجت با برهان گپ نمیزنند. این قانون داریم، اون قانون داریم میگن، میگریزن میروند. تمام. این مردم باشد چی؟ این مردم سایت های شده اند که امروز جامعه بین المللی از اون سایت با زبان های انگلیسی و روسی جامعه بین المللی از اون استفاده میکنند. از حالت بدخشان با خبر میشود. سازمان های بین المللی از اون دلیل میگیرند. ببینید از این پیش هم اولا من از سال 2012 به این طرف گپ زدم، لیکن از این پیش هم سالهای 2010 و 2011 باشد ببینید مقامات تاجیکستان جیم شیشتگی نیست. انمی خیلی مردم رو اینش سرکوب کن، اینش سرکوب کن، فقط در در همین کرسی در همین منصب بقا مانم، تمام تا مردن من. بعد از مردن من در تاجیکستان گیاه نروید. انمی تیمی حکومت چیش یعنی یک روز باشم خروس باشم نامرد باشم زنده باشم گفته رفته ایستاده است. بعد از سری من گیاه نروید گفته. حالا از سال 2012 تا به امروز من چند حادثه ها را درباره بدخشان نقل کردیم، گفتیم، گذاشتیم. حالا ببینید سال 2010 2011 چه حادثه را در یاد دارید؟ حادثه غرب، حادثه طویل دره، سنگوار حاضره. همینطور نبود؟ خیر درست. اون حادثه ها تا به درجه حادثه بدخشان یعنی به طور گسترده بازتاب نشده بودند. به گوش سازمان های بین المللی آمده نرسیده بود. ولی اون زمان هم 25 زندانی از 7 قبط زندان میگریزد میبراید در بیرون. شما تصور کنید در بیرون همین 25 نفر یک به یک میوان میکشند. یک نفر میاد دو نفرش قبضه میبرن، لیکن همین 25 نفر بیزرر میکنن در بیرون، در صحرا، در کوهسار. با وقتی که به یراق مسلح میشوند، به سلاح مسلح میشوند، بعد اینها بیزرر در داخل از داخل ترمه، از داخل زندان، همین 25 نفر از 7 قبط زندان امنیت بیرون میشوند. فهمیده ایستادید؟ یک سناریوی ابلهانه کشیده مقامات اینه که بدون یراق، بدون اسلحه از داخل 7 قبط زندان برآمده است تا به بغل کوهسار رفته است. تا برآمدنش دستگیر کرده نتونستید، بعد به بغل کوهسار جایگیر شد. شما بعد بیزارشون میگردونید. شرمنده ها. من ببینید اولا در همین ویکیپیدیا هم چنانه که گفتم بسیار معلومات ها هست. شما میتونید که از آن استفاده کنید، از آن استفاده برید و مستقلانه
пайгирӣ кунед. Ман инҷо дар ин бора дар ин бора бисёр истода намегузарам. Ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? бо вуҷуди ҳамаи ҳамин ҳукумати Тоҷикистон мардуми Бадахшонро ақалиятҳои миллӣ мегӯяд, ақалиятҳои миллӣ намешиносад ва мегӯяд мо инро қабул надорем, онҳо тоҷик ҳастанд. Музаффар Ашуриён дар зимни посухҳо ба саволҳои ироашуда дар Женева мегӯяд, ки сокинони Бадахшонро чун ақалияти миллӣ намешиносад. Музаффар Ашуриён мегӯяд, ки бар пояи баррасии коршиносони мустақил мардуми Помир ақалият нестанд. ҳамчунин мегӯяд, ки калимаи тоҷик дар маънии васеъ қавмҳои эрониро ифода мекунад, ки дар Афғонистони Чин низ аз он ҳаст ва мардуми Бадахшонро низ ин калима фаро мегирад. ҳоло бубинед, баъзеҳо ба ман навиштанд, ба телефонам навиштанд, ки Шавкати Муҳаммад, шумо ҳамин сарлавҳаатон фитнагарона аст ва ҳамин сарлавҳаи мондагитон дуруст нест. Ва як нафар аз дӯстони худамон ҳам эрод гирифтанд, гуфтанд шумо дар сарлавҳа камтар ба хатобӣ роҳ додаед дар номи барнома. ҳоло инҷо ман хоҳиш мекунам лаптопи маро нишон диҳед. Садои мардум, нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ин сомонаи Паём Нуқтанет не, ин нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Магар помириҳо тоҷик нестанд, айнан ҳамон сарлавҳаи ман аст. дар инҷо гуфта гузаштагӣ ҳастанд, як ҳамин рӯбичинҳои бесаводона дар сомонаи расмии парлумони кишвар Садои мардум ҷой гирифтагӣ аст. дида мешавад дар ҳамин парлумони Тоҷикистон як нафар одаме вуҷуд надорад, ки хеле фарз кардем ин гуна мақолаҳоро ҳамон чанд корманди расонавӣ монд. Аммо агар ман ба ин боварам, ки як нафар ҳамин мақоларо медид аз ҳамон 63 вакили парлумон, палатаи поёни парлумон, як нафар ин мақоларо медид, мегуфт чӣ гапа, чӣ шармандагӣ, ҳаминам гап шуд, ки дар ҳаминҷа мемонед, бардоред, мегуфт. Яки мондагӣ ҳастанд. анакнун тамошобинони азиз, назарҳо бар ин ки болои мардуми Бадахшон чаро мақомоти кишвар фишор мебиёранд ва мақсадашон чи аст, назарҳо хеле мухталифанд. ҳоло дар ин бора мо назари шуморо ҳам гӯш мекунем. иншоаллоҳ ҳатман барои ворид шудан ба студия омодагии худатонро бинед. бубахшед, рақам дар поёни навор гузошта шудааст. ҳамчунин пайванде ки шуморо ба студия ворид мекунад, он ҳам нишон дода шудааст. шумо аллакай метавонед омодагии худро бубинед. ҳоло инҷо мо суҳбати Музаффар Ашуриён дар минбари Женева дар рӯбарӯи намояндагони Созмони Милали Муттаҳидро мешнавем. У части, значит, населения, тех, которые добровольно не сдали, хотя был указ президента в самом начале, значит, в 1994 году о разоружении, но однако с целью, значит, властвовать через помощь оружия, часть населения Горного Бадахшана, о которых я вчера говорил, не хотели сдавать оружие и творили беззаконие. Что касается митингов, вот есть сотни показаний при расследовании уголовных дел о том, что мирные люди были вынуждены под угрозой применения оружия выйти на улицы и митинговать. 99% этих митингующих не хотели идти на митинг, но боясь, что в отношении них будет принята сила, они выходили на улицы. Это есть в материалах уголовных дел, что
они неоднократно, сколько было митингов, они неоднократно были значит, вергнуты в угроз применения силы. И к этому, значит, была договоренность, хотя они нарушали закон, 15 раз были они амнистированы за нарушение законов, те, которые стали участниками этих митингов. Что касается правозащитников, так называемых правозащитников, от тех, которые вы от нас спрашиваете, они тоже, вот, являясь значит, членами банд формирований организованной преступной группировки, создавали так называемый МПО. Например, вчера наш член делегации вам доложил о преступлениях, совершенных Мамадшоевой Ульфатхоним. Она организовала общественную организацию «Номус ва Инсоф» под названием «Номус ва Инсоф», которая была зарегистрирована еще в 2014 году. Целью, как написано в уставе этой организации, было, значит, оказание всесторонней социальной, психологической, материальной и информационной помощи пострадавшим слоям населения, защите их прав и интересов и осуществлению гуманитарной деятельности. Однако, на самом деле, систематически нарушая устав этой организации, она нарушила, значит, закон об общественных объединениях, систематически значит, нарушала этот закон. Допустим, законом предусмотрено, что общественная организация в случае поступления средств на банковский счет обязана уведомить регистрационный орган в течение 10 дней. Однако, начиная с 1 декабря 2012 года по 30 марта 2022 года, хотя эта организация получила грант на сумму 54,762 сомони от организации Internews Network, не представила об этом информацию. И так далее. Другие нарушения есть. Другой организатор. اینجا بسیار دروغ‌های زیاد گفت. همه دروغی کلیدش این بود که اگر اهمیت داده باشید اینجا خودشان را خودشان مسخره میکنن، خودشان را خودشان شرمنده میکنن و خودشان را خودشان به اعتبار میکنند و باز شکایت میکنند که گپ ما را به اعتبار نمیگیرند. ببینید اوی زبان سوزد دروغگو، زبان سوزد فریبگر. تمام جهان میداند که در تظاهرات اخیر با طلب اینکه قاتلان گلبدین زیابکوف پیدا شوند 5000 آدم به میدان ریختند. 5000 آدم به میدان ریختند. شما نگاه کنید همین جا به این افسانه های این گوش کنید. میگوید که 99% این نفرانی که به میتینگ آمده بودند، به تظاهرات آمده بودند، با زور سلاح آمده بودند، آنها را با زور سلاح به میدان ریزاندند. از این میبرید که اگر 99% آنها با زور سلاح به میدان ریخته باشد، در آنجا حکومت وجود نداشته است. چیکار میکردین شما در بین این 30 سال؟ چه علف میخوردین شما در بدخشان؟ در 40% زمین تاجیکستان حکومت نبوده است، وجود نداشته است که 5000 نفر را بندیت ها با زور سلاح می آوردند به میدان می ریزاندند. شما تراقی ها یگان کار کرده نمیتونستید. شما خودتون از نبودن حکومت، از نبودن ترتیبات، از وجود نداشتنتان خودتون اقرار میشوید، باز شکایت میکنید که شما میگید در تاجیکستان حکومت نیست، در تاجیکستان عدالت نیست. وقتی که 5000 آدم را یک گروهی بندیت ها میتوانند با زور سلاح به میدان بریزانند، آنجا زور شما نمیرسد که مردم را از دست این بندیت ها خلاص کنید. شما چه علف میخورید؟ حکومت داری کرده. یا شرمنده ها، شرمتان نامد وقتی همین گپ را گفتن. من مرغک های بدنم دمید زمین نکفید که درایم.
وقتی که شما این گپ بیچاره همین نمایندگان سازمان ملل متحد هم به دلشون گپ نامد که وای احمق ها این گپ رو گفته ایستاده ای وقتی که 5000 نفر رو باندیت ها با زور سلاح به میدان میرزونن تو در کجا بودی؟ حکومت در کجا بود؟ مقامات در کجا بود؟ در همین بدخشان حکومت گفته که چیز وجود داشت یا نداشت؟ بدلی آنها همین گپ نامد. اوی شرمنده ها، اوی بیناموس ها، مظفر اشوریان، شرمتان باد. نخواد تا این درجه آدم کودکانه گپ زند. نخواد تا این درجه. باز نگاه کنید گپ یک دیگر شما بزمک فمون علمشو بود چی بودی؟ Несущая служба в городе Харуге, нам была применена слезоточивый газ. Как известно, применение подобных методов является обычным в мировом практике. В результате проведения спецоперации ни один мирный житель не пострадал. Хотел бы отметить, что только за последние несколько лет на территории ГБАУ совершено ряд и особо тяжких преступлений. Среди них 33 убийства, 27 случаев нанесения тяжкого вреда здоровью, 11 изнасилований, 209 фактов незаконного оборота наркотических средств, 258 фактов незаконного владения оружием и 87 случаев незаконного использования огнестрельного оружия. Большинство из этих преступлений совершили руководители и члены организованных преступных групп. В результате проведения спецоперации только у лидеров и членов ОПГ было изъято в общей сложности более 1200 различных видов огнестрельного оружия, более 40 тысяч боеприпасов к ним, большее количество холодного оружия и другие военные снаряжения, в том числе 138 автомат Калашников, 16 пулемет Калашникова, 32 пистолета Макаров, 258 гранат, 9 гранатометов, 80 снарядов для гранатомета, 2 миномета, 4 снайперские винтовки СВД, 3 карабина, 49 охотничьих ружья, 20 противотанковых снарядов, 36 دیده شده خونده شده فلان قدر یراق داشتن فلان قدر سلاح داشتن فلان هزار گرانت میاد نوت گرانت میاد داشتن با همین این کراتل امامی رحمان و ویگگان خیلی ضرر ندیدن همین گپی جوابی احمد کریممان جوابش که به اینها چی گفته است گوش کنید بسیار тысяч единиц оружия было, 10 тысяч. Если бы у памирцев было 10 тысяч единиц оружия, вышли с Памира бы. 10 тысяч единиц оружия. یگان تا اینها ضرر ندیدن فقط مردمی آسایشته رو کشتن مردمی آسایشته رو گفتی امام رحمان بی‌ضرر گردانیدن حالا چند نفر وارد برنامه شدن جایهای آنها رو خالی کن بغیر از همون یک نوار آخرین که مردم جایا بند چون چند نفر شکایت کرده ایستادن که جور نشده ایستادن به استودیه حالا ببینید که همون نوار گلبدین هم بیستد یادتان هست چیکار کرده بودن اینها گلبدین رو نوار گلبدین چخیل کرده اینها بی‌ضرر گرداندن یا به قتل رسوندن کشتن همتون دیدید در لبیسا رفتن پروندن کشتن اینها چنان ناوده برایند همان حادثه ولسپیدرون ها در دنگره را یادتان هست همین چند کودک را باطل زده کشتن یگان هنری یعنی اونها را زنده دستگیر کرده از اونها بازپرسی کردن نیست پران بکش تمام
نگاه کنید مردم تابوت گلبدین زیوبکوف رو برداشتن به نزد حکومت آمدن. این ترسک ها، این چی گویم ضعیف اراده ها در یک گپ خودشون نمیستند، در یک قول خودشون نمیستند، برآمدن مجبور شدن به مردم وعده دهند که پرونده مرگ گلبدین زیوبکوف و توتیشا امیرشایف را زیر نظارت گروه کاری میگیرند و گروه 44 نفره تشکیل شد که حالا همش اکثریتش یا سربگیری شده است یا ترمه شده است. با وعده دادن که به یگان نفر این تظاهرگران یگان خیلی شکنجه، بازداشت، تهدید نمی کند، یگان تایشان را به جوابگری جنایی نمی کشند. اما این وعده غلاف ها دور نکشیدند، همین وعدهشان را قصدگیری را سر کردند. حالا ببینید چنان تضییق، چنان فشار به میان آمد که حالا بدخشانی ها این سوال را به میان آورده ایستادند که آیا همین ما هم تاجیک هستیم یا نیستیم؟ آیا همین ما هم تاجیکستانی هستیم یا نیستیم؟ مقامداران تاجیک، سیاست نادرست شما این سوال را به میان آورده است. مسئولیت این سوال به میان آمدن هم به گردن شما است. انا برای همین من این موضوع را امروز برداشتم. بی مسئولیتی شما، همین ضعیف ارادگی شما و سیاست نادرست شما امکان دارد 40% تاجیکستان را از بین برد. 40% تاجیکستان را به یگان، یک قسمش را به قرغیز، یک قسمش را به چین، یک قسمش را به افغانستان پیوندد یا یک دولت جداگانه کند. 40% تاجیکستان را پیش رو این را گیرید. ما این قانون داریم ها را نمیره. ببینید در همین حادثه آخرین تقریبا 50 نفر گفتن رسمی، شاید 100 نفر زیاد کشته شدن و فرمان این کشتن ها را کی داد؟ امام علی رحمان. مرحمت صحبت امام علی رحمان را گوش میکنیم، بعد دوستانی که به برنامه وارد شدن آنها رو میشنویم. کشیده است. اونا مردم ولایت مختار کردستان بدخشان نیستن. مردم از نام مردم برآمد میکردن، یکی اونا یک چیزی جزئی بودن. مردم یگان وای نداره، گناه ندارن مردم بدخشان. من دائما گفتم، امروز هم میگم، هر وقت سفر کردم اینو من تکرار به تکرار میگم، اگر مردم ولایت مختار کردستان بدخشان سیاستی پیشرفته رهبر دولت از سالهای 90 دستگیری نمیکردن، ما شما به این روز دوار نمیرسیدیم. اونا یک گروه کوچک بودن جنایتکارا، اونا چی که نامبر کرده شما. همین هم من کوشش کردم، من 30 سال جزای آنهایی که سیاست شما را پیگیری کردن، جانبداری کردن، همین است که هر سال 2 سال یا 3 سال یک بار بروید آنها را از دم تیغ بگذرانید. همین خیلی است. یعنی چشم آنها را بترسانید تا که سیاست شما را پیگیری کنند و جانبداری کنند. دوامش رو مردم گناه نداشت. ما هیچ وقت میره باید دائما من میگم که در یک شهر خارق قریب 30,000 اهالی زندگی میکنه. و ببینید چند نفری که وای کردن شمارش انگشت شمار است. اونا از نام مردم فقط سوء استفاده میکردن. اونا مردم بدخشان. از نگاه کن، در ژنو مظفر اشوریان گفت که همین بندیت ها بودن که بازور سلاح 5000 مردم را به نزد بینای حکومت آوردن، تظاهرات برپا کردن. اینجا امام علی رحمان گفته ایستاده است که اونها یک شماری ناچیز هستند، یک چند عددهای کم هستند. آنها همه بدخشانی ها نیستند. یک شماری کم، یک شماری ناچیز گفته امام علی رحمان. اینها گپ خودشان به خودشان راست نمیگیرند. شماری کم توانسته است 5000 آدمه با وجود آن که اینها در حکومت دار هستند، مسئولیت حکومت به گردن اینهاست، امنیت مردم به گردن اینهاست، امنیت 5000 مردم را از دست بندیت ها تامین کرده نتونستند
و 5000 مردم رو 4-5 بندیت چونانی که امام رحمان گفته ایستاده است به شمار به میدان آوردهاند. اینها تمام اینها ضعیفا 4 طرف شاید گرفته رفته خودشون گفته ایستادن این شرمنده ها. ما نه اگر گپشان رو تفسیر کنیم همین خیلی میشود یا نه گویا اینها فقط تماشا کرده ایستادهاند، از دور دیده ایستادهاند مردم زیر سلاح آورده است به میدان به تظاهرات، لیکن اینها دخالت نکردند. هوی مسئولیتی تامین امنیت چی شد؟ دوام شما وای نمیکنن. سیمای مردم بدخشان نبودن نیستن. سیمای مردمی بدخشان نبودن نیستن. سیمای مردمی بدخشان نبودگی 5000 آدم رو آورده است به میدان. شما آنها رو پراکنده کردن نتونستید. طول چند روز اخیرش برآمد میرزا نبات وعده عالم رو کرد، بر دروغ مردم رو فریب کرد، بعد مردم به گپ شما باور کرده پراکنده شدن. همین خیلی چی گپ است این؟ ما باید جدا کنیم دوی ما در مناسبت ما باید جدا کنیم. من شخصا همین خیلی جدا میکنم. مردم کوهستان تاجیکستان همین کوهستانی هستیم. 93% تاجیکستان کوه است. اصلا بسیار هم احساساتی است هم دلهای پاک دارن. چه که باشن بگوین دلشان پاک است. زیاده از 15 مراتبه من اونا رو عفو کردم. همینجا ایستا یک بار ایستا. آخر همین هم سیاست داری شد. همین هم یک باندیت 15 مراتبه عفو میکرده. کسایی که گناه ندارن فقط حق تلاش کردن و فقط حقیقت را تلاش کردند و عدالت را تلاش کردند، حاضر پشت پنجره زندان هستند. به عمرباد حبسشون کرده اید و کسانی که به سیاست شما راضی نیستند آنها به عمرباد حبس شدند و یک زمره نفران را شما باندیت بودند، میتونستند مردم رو به چیزی حکومت شورونند، که خواهند میتونستند 5000 10,000 رو به میدان بیارند، که خواهند شما تیری توپ تفنگتون فلان قدر سلاح داشتند اما شما آنها را باز با وجود همین قدر سلاح داشتن اسلحه داشتن و این گرانتمیات و پولمیات داشتنشان شما 15 مراتبه عفو میکردید. همین گپ به کجا میگنجد؟ نه خود یک پرزیدنت یک کشور همین قدر همین خیلی بچگانه کودکانه گپ زند. همین گپ به کجا میگنجد؟ پرزیدنت یک کشور شما گپات باید سنجیده باشد. گپا باید کودکانه نباشد. نه خود باندیت آدم 15 مراتبه باندیتی که آدم میکشته است و یک ولایت از خود 40% کشور از زیر تصرف خودش میدر آورده است، شما 15 مراتبه عفو میکرده. همین گپ کودکانه به کجا میگنجد؟ دوامش کوشش کردم که برای فقط تربیه کردن گرداندن راه آسایشته اونا را به حیات زندگی مقرری برگردانیم. 30 سال تمام. شما کوشش کردید مردم در این مابین 30 سال در بدر سربگریز شد، تمام دنیا پراکنده شد و فقط شما مردم آسایشته در روی جهان پراکنده، حالا کشورهای جهان در همین اروپا آمدن پناهنده شدن، به یک گپ شما باور ندارن. نه مثلا جنایتکار گفتن شما، نه اکستریمیست گفتن شما، نه تروریست گفتن شما باور ندارن. در همین جا آمدگی هستند، زندگی کرده ایستاده‌اند. یک کشور آسایشته اروپا به این مردمی که شما تروریست و اکستریمیستش میگوید باور کرده است. شما در داخل تاجیکستان کوشش کردید باندیت ها با طور آسایشته چی شوند گفتید یعنی اصلاح شوند. بس کنید دروغگویی رو. دوامش 3-4 هزار مهمات جنگی گرفتگی ما. نه ساختارهای نظامی 3-4 هزار مهمات جنگی داشتن. اینها با چی بودند؟ خب این دیروز نشان دادگی یک از نوع که خبیر فطیر یک چیز آخرانش هست. وقتی که کارهای آخران کردن ما معلومات رو داشتیم، اینها را لجانشان خواجه های خارجی به دست گرفت.
дар як муҳлати кӯтоҳ 26 миллион сомонӣ маблағзоришон карданд. 26 миллион ҳамин гурӯҳ ва роҳбаришон мекарданд аз хориҷа. ҳамон ҳизби террористӣ наҳзати ислом ва хоҷагона шуд. ҳамон ҳадаф мақсад табадлот вай карданд. шумо шоҳид ки мо аввал ҳамаи муноқатӣ то ҳадди имкон як ҳафта зиёд роҳ маҳкам буд. як ҳафта зиёд роҳи байналмилалӣ аз ду қисмат ира кадом асоси қонун конститутсия на ягон қонунҳои амалкунанда рӯшона ва карданд. яъне 220,000 мардум дар изоляция буданд. як ҳафта пас дар шаҳри хорух мебахшед нархи наво дар бозор дар мағоза осмон меравад. медонӣ ки аксариян маҳсулот аз куҷо меравад? бо роҳ аз қисмати ҷануб ворид мешавад. ҳамон дам ман то ҳадди имкон равон кардам гуфту шунид дарушон қудат шоҳид ҳастӣ раиси ноҳияро лаб карданд. муовини раиси ноҳия мебахшед зани тоҷик духтари тоҷика заданд мушқатӣ. оё мард ба зан мушт мебардорад? дигар муовиноро вай карданд. ва бинед вақте ки калонава гузаштан дар тирпарон кард 13 нафар кормандони амниятро ярадор карданд. як кас талаб шуд. ҳай дигар илоҷи дигар набуд. мо медонистем ки ҳамин чизо уно яроқ асле ҳамаи чизоро мосторо метарконданд дарушон кӯпрокоро метарконданд. ҳай мо амр додам ки бинед то ҳадди имкон яроқ ба дастҳоро безарар гардид ё ки дастгир кунед. ва онам ҳоли бахайр. яроқ ба дастҳоро безарар гардонед. касоне ки ворид шуданд ба студио ро пайваст кунед. آقای علیم شیرزمانov خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم. سلامت باشید. نفر دیگر اگر خب حالا اینجا خوب میشد اگر مردم فعال می بود و موضوعی که به بحث من رو به بحث کشیده در گرد اون بحث میکردیم، چون از موضوع اعلان شده خیلی کنار رفتیم و خوب میشد اگر در اینجا مباحثه می بود. و اکنون من مگرم انتظار سوالای شما بمونم. خوب، سوال من این است که به همین گفته های مظفر اشوریان که گفتند در تاجیکستان در بدخشان اقلیت های ملی نیست، آنهایی که دعوای اقلیت های ملی میکنند در اصل تاجیک هستند، فکر شما چی است؟ خب یکم خیلی عجیب است برای من که همین مظفریان شما شکل جمعیتی در شخص سیوم گفتید، خیلی احترامش رو بلند برداشتید. خب در ابتدای برنامه شما هم رنگی مظفریان کمی اشتباه کردید. مظفریان در همین نشست بار اول آمد پامیری ها را ملت اعلام کرد. یگان ساختار بین الخلقی همین گپ رو نگفته است. اقلیت قومی و اقلیت ملی دو مفهوم جداگانه است. یعنی همچون قوم هیچ کس نمیتواند رد کند که بدخشانی ها یک قوم جداگانه هستند. یعنی قوم همچون قوم بدخشان، یعنی بدخشانی ها قومیت هستند و این قومیت از قومیت فرض کردیم پارس زبان تاجیکستان که در منطقه های پایان‌تر است، البته در همان قدر شغلی از فرض کردیم یک پارس زبان افغانستان یا تاجیکستان فرق می کند که همان قدر یک پشتوی از همین فارس زبان تاجیکستان یا افغانستان فرق کند. او
اقلیت او حتی یک ملت ما او را میشماریم، در حالی که تا سالهای 2000 تا وارد شدن شوروی به خاک افغانستان هم تاجیک و هم پشتو و هم ازبک و هم هزاره و همشان افغان خود را میگفتن. ما دانشجو بودیم، اما شغنانی های او بری دریا خود را افغان میگفتن و از افغان بودنشان فخر هم میکردن. و افغان این ملت است. پشتو و فارس و تاجیک بگوییم این یک قوم است. همین خیلی دیگر در تاجیکستان، اگر شما گفتید که این اشتباه فقط در مینه یک رحمانوف است، در مینه یک رحمانوف این بیماری است، لیکن این اشتباه در تمام تاجیکستان رایج است. یعنی که وقتی که در تاجیکستان میگم محل گرایی فرض کردیم تاجیکان رو میگن، همه را یک نواخت میکنن، یعنی محلگرایی کولابی، محلگرایی سغدی یا لینن آبادی و محلگرایی پامیری. این در حالت پامیر این محلگرایی نیست. در حالت پامیر این اعتراف نکردن هویتی من از طرف اقلیت اکثریتی این ملت است که هویت مرا این مردم برادرای من که با من همسنگر هستند هویت مرا آماده نیستند که شناسند، یعنی هویت مرا اعتراف کنند. و من حق نداده نمیدین که من، یعنی اینا در همین جا حاضر باز میمونای شما اگر وارد شوند باز دعوا میکنن که تو نیستی، تو نیستی، تو آنه هستی که من میبینم، تو آنه نیستی که تو خودت میسازی. یعنی شما کیستید که من همون طور بینم؟ من پامیریم. یعنی برای آن که من شما را همچنانی که شما میخواهید من شما را همان طور بینم، بیاید یک کمتر از خودتون معرفی کنید که شما کی هستید. من پامیریم. همچون قومیت باید همین قومیت را شناخت. همین قومیت را همین ملت باید شناسد که این قوم هست، چون این قوم وجود دارد. همین را از ما پیش باید اعتراف کنیم و اگر خواهیم که ملت شویم بعد درباره ملت شدن شروع کنیم صحبت کردن. یعنی اگر تاجیک خود رو طرز شناخت خود رو همچون یک قوم میفهمد، یک قوم، نه همچون یک ملت، خب من همچون قوم با این قوم تفاوت دارم، همچون قوم از این قومی اکثریت تفاوت دارم. اگر این ملت شدنی باشد من با افتخار میخواهم تاجیک باشم، اما تاجیکی که من اون رو میبینم، نه اما تاجیکی که اکثریت تاجیک ها میبینم. بسیار خوب. اما گله شما حاضر همچون یکی از نمایندگان مردمی بدخشان، اونی که تا به سازمان ملل متحد شکایت شمایون رسید و آنجا بررسی شد، با این شکایت حالا یک قسمش را گفتید، اساساً مردمی بدخشان با این شکایت خود از مقامات تاجیکستان چی میخواهد اساساً؟ ببینید در دل خود دولت های خودکامه، کدام دولت خودکامه نباشد، در آنجا حقوق تمام شهروندان البته که پایمال می شود و در این میان اقلیت ها، هر اقلیتی که آن نباشد، اقلیت ها آسیب پذیرتر از دیگر مردم می شوند. مثال اگر در فرض کردیم اگر یک جزو تام های وزارت
کارهای داخلی یا وزارت مدافعه که همش فارس زبانند تخت و تاز کنند به قلمرو کولاب که کرده بودند و اون نفرانی که با آنها مشکل دارند این دو گروه با یک دیگر مشکل را یعنی دعوا میکنند با سلاح باشد با نمیدونم دشنام باشد با چیزی نباشد او در کنار همون یک برادر دیگر که به او دخل ندارد او آن را حتی صرف نظرم میکند چون که یک چیز است یک کار معمولی شاید او جنایتکار باشد اگر نباشد آدمی که از آدمان یعنی شهروندان دارای موقع مستحکم شهروندی بوده در این حالت به خاطر یک شهروندی که حقوقش پایمال شده نیست شاید واکنش کنند واکنشی عقلانه واکنش با اندیشه ولی در حالتی که یک قومی که خود را فرق میکند و یک مردمی که از این قوم فرق میکند و تاخت و تاز میکند حتی به سوی جنایتکار هم باشد در این حالت این قوم هر یک عضو این قوم خود را به عزت نفس هر یک عضو این قوم میرسد که از اون طرف همچون یک ضدیت قومی به میان میاد که امروز آمد است و این وزیر عدلیه مظفریان گفته کی گفته همین نفر آمد و ما را ملت اونجا اعلام کرد در حالی که از اون طرف اقلیت قومی گفتن این آورد به ملت و شما هم آوردید به ملت اقلیت قومی بله اگر باز تکرار میکنم اگر توجیک اکثریت توجیک امروز مرا میخواهد که همچون قوم اعتراف کنم که من هم توجیکم یعنی از زبان خود دست کشم از دیگر تفاوت‌های خود فرهنگی و دیگر دست کشم و هویت زدایی که امروز در جریان است اگر همین را خواسته باشند باور کنید با آن فشاری که امروز در بدخشان پیاده ساختند با آن خب اگر اینها بخواهند که امین سرکشی امین هویت امین فرقیت ما را بشکنند در این حالت باور کنید او کدام ملت نباشد کدام خلقیت نباشد برای او الکی اگر اینا موفق به آن شوند که من اینجا یک سوال هم به گفت عبدالسلام و دین‌نژاد که اگر اینا موفق به آن شود که ما رو زدشمرید کنند البته که نمی شوند در آن حالت به یگان انسان نه ملتش فرق دارد نه مذهبش فرق خواهد داشت نه هیچ کس هیچ چیز فرق نخواهد داشت این ملت یا به گفته چیز یا پراکنده می شود رنگ یک وقت ملت یهود پراکنده شد یا این ملت میاد و رنگ فلسطین میاد انتحاری می شود دیگر درست. اینجا یک سوال از جانب کاربران هم آمد که گفتند آقای علیم شیرزمانوف رو پرسید چرا همین وقت‌های آخر از جانب هموطنان پامیری این سخن‌های هم سر میزند که میگویند من تاجیک نیستم چرا چنین گپ‌ها به میان آمده سببش چی باشد؟ چون که من از تاجیک اکثریت تا به همین روز یک مفهوم معین رو نشنیدم که او بگوید که تاجیک گفته او چرا میفهمد من از برادرها پرسیدم مرا پرسیدن که چرا پامیری ها
خود را تاجیک نمیگویم. من گفتم خیلی شما اول بگوید که تاجیک کی است. شما تاجیک گفته کی را میفهمید و اون فهمیش تاجیکیت اونها به این آورد که خودشان اعتراف کردن که بله من تاجیک نبودم. یعنی گفتم شما یک برادر کولابی با یک برادر سغدی چی عمومیت دارید؟ اونا گفتن زبان. گفتم خیلی زبان من دیگر است. باز چی؟ خیلی اونا دیگر دویم دلیل نآوردن که او باز بیزیدتر میشد و دلیل موندن، همون دین و مذهب موندن. همین زبان قطعی دیگر یگان دلیل نیافتن که چی آنها را یک ملت واحد میکنند و ملت اون فهمیش ملت در شهروند می شود. در تاجیکستان شهروند شاید حدود نمیدونم 100 نفر یا 150 نفر میتوانیم بشماریم که انسانهایی هستند که من میتوانم بگویم که اینها شهروند هستند. یعنی شهروند برای شهروند جناب عالی وجود ندارد. برای شهروند یگان شهروند در عمرش جناب عالی ندارد. اگر او شهروند باشد و البته جناب عالی میگویم در مقابل فرض کردیم شاهی بریتانیا هر یک لیبرال باشد، کسی نباشد، از ملک بیگانه هم باشد، در مقابل یک شاه جناب عالی میگویم. یعنی این آداب معاشرت با یک شاه است. یعنی وای که استاتوس شاهی داشته باشد در یک دولت کوچکی که افریقا باشد یا یگان جایی که و یگان چی ندارد، نفوذ در دنیا ندارد، لیکن همین آداب است که او شاهش رو جناب عالی بگویی. لیکن شهرونده که اینجا من یک سوال دیگر به میان اومد. ببینید اکای علیم تو اینکه با استاد تیمور ورقی سخن بدیم، یک سوال دیگر اینجا به میان آمده شده است که آیا نمی اندیشید که همین گونه پراکندگی ها، من تاجیک هستم، تاجیک نیستم، من پامیریم، اقلیت ملی، اقلیت قومی و هکذاها، در زیر شعاری همین رژیم تاجیکستان رازدیلیای ولست وی به میان آمده شده است. به اندیشه شما چنین نبوده یا نیست؟ خب یعنی ما بیایم اگر رحمونوف از ترس از دست رفتن قدرتش بیاید و همه را سرکوب کند، ما هم بیایم و از ترس آن که ما را پراکنده نکنند هویت، یعنی دیگر بودن یکدیگر را اعتراف نکنیم و بگویم که تو همین دیگر بودن خود را روپوش بکن که امروز تو معاون رئیس پیمانی و با گفته خودت مردم را از خود تیله میدی و تو در سیاست برای خود ضرر میکنی. یعنی اگر ما بیاییم و ما هم به خاطر کدام یک چیز بیاییم و یکی را هویت مذهبیش را اعتراف نکنیم، دیگرش را هویت نمیدانم کدام هویت دیگرش را اعتراف نکنیم، مرا پامیری اعتراف نکنیم، دیگر را دیگر اعتراف نکنیم و با همین متحد شدن خواهیم، او متحدی نیست. اگر او برادری که با من متحد شده نیست و مرا همچون من اعتراف نکند، خب دیگر ما کجا متحد میشه؟ درست. استاد تیمور ورقی به برنامه خوش آمدید. فکر شما را میشنویم، بفرمایید. خوش باشه دوستان، خیلی خوشحال هستم از دیدن شما و گوش کردن صحبت شما. با اجازه شما ما با روسی صحبت میکنم تو که وقتی شنوندگان نگیرم. Значит, этот вопрос сейчас интерес в том, что
в критические моменты развития истории государства и нации это повторяется. В 92-97 году некоторые мои друзья после моих рассказов о том, что происходит в Таджикистане, те друзья, которые не видели, не были свидетелями событий в Таджикистане, они были в шоке. И не один, а некоторые, несколько друзей мои сказали: мне так стыдно быть таджиком, я больше не таджик, я больше не имею отношения к этому народу. Поэтому в нашей ситуации, когда эту ситуацию надо рассматривать в оппозиции, то есть в отношении между двумя объектами. Когда, значит, один объект угнетаемый и подавляемый, и преследуемый, репрессируемый, как, значит, население Бадахшана, это создает у них протест. Естественно, это естественная реакция отторжения. И это благодаря политике Эмомали Рахмона. В советское время такого противостояния, такого протеста не было. Острота, особая острота этого возникла после 1992 года, когда был массовое истребление, массовый геноцид. И после 2012 года, и вот опять в эти годы, сейчас, последнее время. Один интересный момент. Если мы возьмем население Памира до границы, до Кульмы и за Кульмой на территории Китая, значит, в оппозиции к этому нацистскому режиму Эмомали Рахмона население таджикского Бадахшана себя позиционирует как отдельную нацию, как памирцы. Те же памирцы, такие же памирцы в Китае называют себя таджиками. Такие же памирцы в Пакистане называют себя таджиками. И до революции, население Памира называло себя таджиками. Давлат Худоназаров есть один известный, видный памирец, который всю жизнь всегда говорил: мы таджики, я таджик. То есть здесь, скажем, следствие и причины и следствия. И сегодня, когда памирцы, бадахшанцы говорят: мы памирцы, мы отдельный народ, я их прекрасно понимаю. И я не могу отказать этим людям, этим нашим братьям, моим братьям и сестрам в таком праве говорить, что они отдельный народ, что у них отдельное, так сказать, мировоззрение, менталитет другой. Это я полностью, значит, в этом праве, так сказать, доверяю им это право. Не то, что доверяю, это не в моей воле, но я принимаю это. Я не могу им в этом отказать, просто лично в моем восприятии. Но есть еще один такой момент. Если мы возьмем исторически, генетически, генеалогию возьмем памирцев и генеалогию таджиков, у них общая генеалогия, у них общая история. То есть это не то, что общая, это одна история. Потому что возьмем сейчас, я обращал на это внимание еще со студенческих лет, я интересовался, значит, как филолог топонимикой, топографией Центральной Азии и даже некоторых районов в России. Я находил вплоть до Украины, значит, и даже я сейчас во Франции нахожу скифские, иранские топонимы, названия городов, иранские по корню, скифские, аланские, сарматские. То есть это наши предки
дошли до Каталонии, до Испании, дошли до Лондона, наши предки, еще до нашей эры. То есть от Сибири до Атлантического океана они дошли, они прошли. Они участвовали в покорении Европы, они участвовали в покорении Великобритании, еще не было Великобритании, Британских островов, Рима, значит, в захвате атаки Рима. Великое было сражение 500 года нашей эры, 6 век. Значит, в центре Франции каталонские поля. С двух сторон, с обеих сторон были памирцы. Или были предки таджиков, или были памирцы, это скифы, аланы, сарматы были с двух сторон. И со стороны готов, и со стороны, значит, этого римского полководца на каталонских полях. И когда одной стороной руководил Аттила, а с другой, значит, римляне. Так вот, возвращаясь к топонимам, к топографам, топонимии, на всей территории Центральной Азии мы находим топонимы сагдийско-бактрийские. И если мы возьмем, значит, вот этот один корень харф показательный, харф или гарф, значит, на Памире, значит, висхарф, муджихарф, значит, в Арзобе рузгарф, потом вирухарф – это фархор. Фархор – это его этимология вирухарф. Потом регар – это регхарф. Регар. Это все памирские или, скажем, сагдийско-бактрийские названия. Они были распространены на всей этой территории. Это исконный язык этой территории и этого народа. И те, которые сегодня называют себя таджиками, говорили на этих языках. Они утрачены, сохранены только в Ягнобе и сохранены только на Памире. Но это один и тот же народ, который просто стал под влиянием, так сказать, получил развитие в этих районах, связанных с Великим Шелковым путем и, так сказать, отношениями торговыми и так далее, литературными и так далее, стал персидский язык, новоперсидский, а здесь сохранились древние бактрийские языки. Генеалогия та же, просто, значит, если мы возьмем наносное вклинивание тюркской или монголоидной крови, есть и там, но в памирском сегменте меньше, конечно, меньше. И кроме того, мы можем сказать, что, значит, если мы говорим о том, что есть религиозные различия, то в ранние века таких религиозных различий тоже не было, потому что и в Бухаре, и в Самарканде было много исмаилитов, было много шиитов, было распространено. То есть на самом деле этот вопрос политический, и этот вопрос стал критически острый благодаря сказать, благодаря в кавычках этому правлению, 30-летнему безответственному преступному правлению имама Али-Рахмона и стравливанию. И на самом деле геноцид в отношении пожиранию, поедания собственного народа. Я никак не могу относиться к памирцам как представителям другого, чуждого народа. И поэтому я даже свой очерк написал «Путешествие по Памиру», я написал, который был опубликован в «Дружбе народов», я написал, озаглавил как «Мои таджики», потому что памирцы – это мои, не мои родные. Спасибо. تشکر زیاد. همینجا من به شما یک سوال میدهم و باز صحبت رو ادامه میدیم. نفری که با اشاره ام
اینجا هستید خواهش میکنم آماده باشید. استاد تیمور ورقی شما درباره گذشته ها در گپ زدید. بسیاری ها بر اینند که ما بسیار تاریخ زده شدگی هستیم و از بزرگیمون در تاریخ بسیار بسیار میگوییم، اما برای آینده سازی استراتژی نداریم. انا برای همین هم امروز ما رو میتوانند پراکنده کنند، میتوانند ما رو به کلابی، به غرمی، به بدخشانی، به سوغدی، به خوجندی، به حصاری تقسیم کنند و ما همیشه با محل خود، به زادگاه خود، به دهه خود فقط فخر کنیم و ملت بودن ما اون طرف ایستاد. حال ملت بودن ما زیر سوال رفته است. ملت شدنمون هم به یک بندی، به یک صد دچار شده است که باید ما این صد رو از بین بریم. من از شما پرسیدنی هستم که همین یک ملت بزرگی که اینقدر تاریخ بزرگ دارد، اینقدر در صفحه های تاریخش درج شده است، آیا میتواند یک استراتژی برای آینده سازی خود داشتگی باشد و این چی باشد؟ فقط ما گفتنی هستم که ما همه پومیریم، ما همه مردم توجیکستان، ما همه پومیریم در اصل، در ریشه، خوب، در نجات. خوب دیگر این زبانی اجدادمون، زبان‌های پومیری، زبان یغنوبی، زبان‌های اجدادمون هست. بعد علیم درست گفته است درباره ملت دولتی، ماهیت دولتی، یعنی که ملت در دولت متمدن یعنی که چیست؟ ملت یعنی که شهروندی، حسیاتی ملی آدم میتواند نجاتش دیگر باشد، نجاتش میتواند یهودی باشد، نجاتش میتواند قرغیز باشد، نجاتش میتواند ترکمن باشد، دیگر خوب خیتویی هم میتواند باشد، ولی حسیاتش، ماهیتش میتواند ملی باشد. یعنی که این دولت، این ملیت یک چیز دیگر است برای آینده، یک چیزی متحد کننده است. تشکر زیاد استاد. تشکر به شما. حالا یک نفر دیگر وارد شدن در قطار من شما هستند، نفر چهارم. نامشان را ندیده ایستادم. خواهش میکنم گپ زنید برادر یا خواهر، کسی هستید؟ السلام علیکم. السلام. سوال من به اکای علیم جان. علیم شیرزمون. بله. برای چی وقتی که انا چهارشنبه را امریدین علواتشویف بو общем چند تا همین جوانای انا بدخشان دزدیدن، بردن، فریب کردن، گفتن که گویا که خودمون اومدیم. انا همو به فکرم اما که امریدین علواتشویف پدری چهارشنبه همش برآمدن دعوا کردن که انا این شما را که در بخش مقصدش در این تема کوردور نشده، هیچی نگویه، اینا را جوابشون میتین، آبشیم کار نگیره. معلومه که او فریب بردن، این همیشه بود، این هسته فریب میکنن. سرانو او 16 سالی بولو 8 بولو سروک گرفتن. بازی همو
амаки ҳавай, падарои ҳавай, ҳамон одамое ки биромадан гуфтанд ки Алим Шерзамонов кор нагир, ҷавоб метиҳанд. Ҳаваё пушаймон нестиянд? Баъд бо як саволи дига, ҳамон самолёт харидагиянд $92 миллион ба фикрам. ҳамун дина шаб як барномаи акай Муҳаммад Иқболда якта ҳамун обсовкуна ки ҳамин фиравни мо биромад гуфт ки кадом ширкат харидагияй, кадом ширкат? И гап ростае? ҳамин ду савол. تشکر. خب البته که اون برادرانی که او ساعت و زمان میگفتن که خب کردار نشوید ما به ما، اونها البته اونها همون وقت هم میدونستن که کار دیگر از دست رفت، ولی اونها به امید بودن که یک نوع همین مولت چیزش کمتر شود، یعنی برای آزاد شدنشان اونها امید نداشتند و مولت کم کردند، شکنجه نشوند. همین به خاطر همین، یعنی اینا میگویند استکهلمسکی سندروم گفتنی گپ است، یعنی گروگان که گرفته شد، همون مردم گروگان گرفته می شود و او مردم بعد مدت از همون نجات دهنده های خود متنفر می شوند، یعنی اونها بر ضد پلیس می شوند که پلیس اونها را از دست همین تروریست ها نجات دهد. همین خیلی دیگر در تاجیکستان تروریست ها سر قدرت هستند و این تروریست ها اومدن گرفتند آدم ها را گروگان و امروز حتی اکثریت اون مردم گروگان در داخل بوده با ما بر این آدم هایی که اونها را میخواهیم از همین آگاه کنیم از وضعیت گروگان بودنشون، اونها به نسبت ما نفرت پیدا میکنند. هر قدر به اونها زیادتر به همین آدمی که به همین سندروم استکهلم مبتلا شده است، هر قدر نجات دهنده به او دلیل بیارد به خاطر نجاتش، همان قدر نفرتش بیشتر میشود از همون نجات دهنده. و این رو چیز در روانشناسی علاقه این اعتراف شده است و این نام خود را دارد و در تاجیکستان البته که یکی از سبب‌های که امروز میگویم که حکومت جانبدار زیاد دارد، این همان سندروم استکهلمسکی سندروم است که ببینید اگر 20 نفر یا 40 نفر را تروریستان گروگان گیرند، در بینشان شاید 1-2 نفر پیدا شد که به همین سندروم چیز نشود، مبتلا نشود، یعنی یک نوع تلاش میکند که خود را و دیگران را نجات دهد. اکثریت باقی مانده شون مبتلا میشوند و اون نفرانی که تلاش خود را نجات داده میکنند اونها به این مبتلا شدگاه دیوانه و چیز دشمن میشوند. از همین خاطر اون برادرها رو من میفهمم. البته اونا همون ساعت هم میفهمیدن که اونا در یک وضعیت ناگوار قرار دارند و امروز هم اونها هنوز هم در همون وضعیت قرار دارند و متاسفانه اون وقت اونها هنوز مطمئن باز نبودن که خاروق را همین خیل بدخشان را شکست میدن. اصلا همین مقامات با خیلی هراس داشت از همون به گفت رحمانوف 5 نفر او باش، او سخت هراس داشت از همون 5 نفر او باش و هیچ به خود اعتماد نداشت که همون یعنی حسابشون رو میوبد. ولی اینجا خب خائنان زیاد بودند، زیاد شدند و کارهای شدند که غیر منتظره بود و توانستند که در یک نبرد نابرابر این نبرد را در این نبرد پیروز شوند. البته در جنگ نه و در این نبرد پیروز شوند. تشکر.
استاد تیمور ورقی به این گفته علاقه دارید شما؟ дар бораи самолёти фиравнӣ алим фаромӯш кардем. شما در این باره یک نوشته خیلی بودید. درباره تملک چه بگم؟ همین حکومت، همین رحمانوف با دور دستش با اویلش تمام دارایی و تاجیکستان رو در دست خود گرفته است، همه دارایی رو. ببینه چند سال پیش همین مسئله ساختمان گیس روغون بود و به فکرم کدام خارجی پیدا شده بود که گفتن، به فکرم روسا یا کدامه گفتن که سهمیه های همین روغون رو همچون سهامی کنید و ما میخریم و هر یک شهروند قطاری تاجیکستان در کل، من در بدخشان میدونم، در شهر خروق میدونم و در کل تاجیکستان اگر صحبت میکردید اونها ضد بودن، نه این چیز مال ملی ما است، ما این رو نمیتیم. یعنی هر یک شهروند ما در امین حاضرم، در امین مفکوره خیلی ساده لوحانه هستیم. اگر امین گیس روغون خدا نکند که این ساخته شود و اگر ساخته شود پگاه دیگر لنتر امروز میبرند و پگاه دیگر این مال شخصی یکی از خداهای رحمانوف می شود یا یکی از خداهای دختری او می شود، پسری او می شود. یعنی اصلا این مال ملی باقی نمی ماند، از بودجه تمام ملت ساخته می شود. رای پولناک چنک رو از بودجه ملت ساختیم، آزر او مالکی است. یعنی ما همه چیز، این 92 میلیون چه است؟ اما بودجه تاجیکستان همه در اختیار رحمانوف. ببینه ما فوند ذخیروی رحمانوف داریم، فوند ذخیروی رستم داریم، فوند ذخیروی آزاده داریم، امروز فوند ذخیروی اسماعیل هم داریم. همین فوندهای ذخیروی از کجا سرچشمه میگیره؟ همش از کیسه مردمی بیچاره. 92 میلیون چه است؟ او یک 92 میلیون اسماعیل در یک شاید سفر به دبی با اسبایش مصرف میکند. 92 میلیون یک سمالیوت، 92 میلیون برای اینو چی؟ بله. شما چی اضافه دارید استاد تیمور؟ اینا برید رئیس جمهوری مکسیکو جناب اوبرادور، این سیاستمدار 4 سال در این پرزیدنتی رئیس جمهوری نو است، یعنی که جوان است. هرچند که سن و سالش شاید از رحمان بالاتر باشد، ولی پرزیدنتی جوان، پرزیدنتی نو است، 4 سال حکمرانی میکند و این سیاستمدار موقعش، عقیدهش لیوی میگه، چپ درست. پرزیدنتی مکسیکو عقیدهش لیوی، پرزیدنتی تاجیکستان خودش لیوی، یعنی که لیوی به معنی که غیر قانونی. ولی و در اصل باید لیوی باشد عقیدهش، چون که سابق کمونیست بود، سابق کمونیست، ولی در اصلش با عقیده کمونیستی وفادار نیست، به وفاست، یعنی که خیانت کرده است با امو عقیده و با کمونیستی، با پارتبیلیتش، با کپایسیسش، با لینینش خیانت کرده است. نه فقط با لینین، با لینین، با کنستیتوسیا، با سرخانه تاجیکستان، خوب با پیمانش دیگر چقدر وای خونده است، قسم خورده است در کنستیتوسیا با شیر مادرش، دیگر
тамоман джой, как говорит по-русски говорится, негде пробу ставить. Значит, тот левых взглядов мексиканский, а у нас президент левый на самом деле. И президент мексиканский, сказал, что в Мексике закончилось время фараонов, поэтому мы продаем этот самолет. По иронии судьбы, он продал этот фараоновский самолет фараону. Там закончилось время фараонов, а в Таджикистане не закончилось это время фараона. Фараон купил этот самолет. Это тоже вот можно смотреть в оппозиции. Я люблю рассматривать это как вот в сравнении ситуаций, да, когда одна ситуация отзеркаливает другую. И смотрите, президент Абрадор, мексиканский президент, говорит, время фараонов кончилось, мы этот самолет продаем для того, чтобы его обслуживать. Наш бюджет не позволяет, в то время как бюджет ВВП Мексики в 5 раз выше, чем ВВП Таджикистана, и растет огромными, так сказать, скачками, да, рост огромный у него, благодаря смене власти, обновлению и так далее, новым программам. И он сказал, Абрадор, мы эти деньги, поскольку мы такая страна, где время фараонов кончилось, мы эти деньги лучше потратим на строительство больниц, на социальные нужды. Да? И я посмотрел, уровень здравоохранения Мексики находится выше многих европейских стран, здравоохранения Мексики. И тем не менее, значит, этот президент говорит, мы лучше построим 2 современные больницы с современным оборудованием. В Таджикистане, в то время как здравоохранение находится, извините меня, в одном месте, да, и тогда в то время как гуманитарную помощь китайскую эти деятели, Эмомали Рахмон и его сын, преподносят как свой подарок населению. Представляете, да? Вот это позор, это национальный позор. И это нищеброды. Это нищеброды. Вот ты нищеброд, значит, 2% ежемесячно ты получаешь, кроме самой высокой зарплаты, одной из самых высоких зарплат президентских имеет президент Таджикистана, засекреченная, ты еще 2% бюджета имеешь в свой фонд президентский. Не 2, 5%. 5% от Да, бюджета. 5%. Вот. Да. Президентский фонд, да? Да. Да, президентский фонд 5%. И ты присваиваешь международную гуманитарную помощь и посылаешь в Худжант автобусы с портретами, подарок от Пешвои Джаноби Ули, Пешвои Муазам. Позор нации. Ты позор нации. Какой ты можешь быть Пешво, какой ты можешь быть этот. Просто это стыд. Стыд и позор. Да. یک نفر دیگر وارد شدند. من سوالم جواب نگرفتم. گفتن که کدام شرکت خریده گویو همین گپ راسته؟ شرکت نخریده، یگان شرکت نخریده. این باید کدام شرکت در تاجیکستان با اویله رحمانوف ربط ندارد؟ کدام شرکتی که همین 92 میلیون رو دارد و با اویله رحمانوف ربط نداشته باشد؟ خوارجان از طرف حکومت ولی یگان واکنش نیست، نه تصدیق است نه یگان واکنش است. خب ولی ببینید اگر شرکتی هواپیما بگیریم آویا شرکت در تاجیکستان 2 شرکت وجود دارد. سومونیر این شرکت شخصی است، شرکتی حسن اسدالله است و توجیکر شرکتی گوب государственное унитарное предприятие, یعنی که دولتی. ما میدونیم، نه میدونیم که شرکتی توجیکر را رحمان اویلای رحمان توروج کردن. یعنی که شرکتی بله دولتی.
бале муфлис шуд, махсус ҳамин кора кардан. хуб дигар ман намедунам, шояд ба тоҷикайр ё ки ягон نه авиакомпания, президентская авиакомпания мекушоянд, намедунам. نه 92 میلیون برای وای بوینگ که 80 نفر همگی گرفته میتواند، یعنی اونجا یک تالار کلان در پرواز که همگی 80 نفر، اونجا خیلی وسیع جای خالی است و اگر اون را به 300 نفر از نو بازسازی کنی، باز همین قدر دیگر سون مصرف میکنی. از همین خاطر یگان شرکتی که برای مسافربری اختصاص داده شده است چنین هواپیما رو نمیخرد. یگانه این رو شخص یا گروه میخرد که برای یعنی شاهانه وقت گذرانی شاهانه، یعنی برای سفرهای خدمتی یک رهبر دولت از این کشور به اون کشور، این یگان دولت های ابرقدرت هم با هواپیمای خصوصی نمی روند. تشکر، بسیار خوب. حالا ببینید وقتی که پرزیدنت قرقیزستان سامالیات خصوصی خریدنی شد، او به مردم شرح داد و دستگاه پرزیدنت رئیس جمهور قرقیزستان به مردم شرح داد که برای چی آنها مخصوص پرزیدنت یا مخصوص سفرهای رسمی منصبداران قرقیز هواپیما خریدنیان، به مردم شرح دادند اول. حالا نخریدن، لیکن خریدنی هم گفتند و برای چی خریدنی هستن شرح دادن، گفتند که برای چی این کار رو میکنن. حالا چند نفر دیگر وارد شده شدن، یک نفر از واتساپ چند مرتبه به ما زنگ زدن، همین که سخن دادنی شدم از واتساپ برآمدن. باز یک نفر دیگر از استودیو وارد شدن. برادر بفرمایید. آواز من خوب است؟ سلام علیکم. آوازتون هست، فقط پیش از شما یک نفر دیگر وارد شدگی هستند، همون نفر رو میشنویم. علی نامشون. بعد سلام علیکم. اگر صدای من هست؟ صدایتون هست، بفرمایید. درود بر شما و به بینندگانتون. من یک اشاره کوتاه دارم از تجربه خود در مسئله تبعیض یا محلگرایی در بین که از جمله همین عنوان برنامه شما یک مخصوص به کمدی ها یعنی اشاره نمیکنیم در مجموع. ببینید مخصوصا مسئله انتخاب در منصب ها و امثال این یک شعار است در بین طبقه منصبدار تاجیک. اگر میپرسیدن که البته از تجربه میگویم، وقتی که میگفتن از کجا هستی، بعد از کارمندا هر کسی میگفت که مثلا از دنغره هستم، میگفتن خاک این مقدس است. این جمله یک چیزی عادی شده است و مسئله انتخاب منصب البته یک چیزی اساسی نگاه میکنن. 60 تا 70% منطقه اول دنغره، بعدا منطقه های دیگری کلوب، یعنی پیشتازان به اصطلاح راهشون بیشتر باز است برای گرفتن منصب ها و 20 تا 30% دیگر شرطشون این است اگر از دیگر منطقه ها باشن، شرطشون این است که وفاداریشون با این گروه حاکم تا حد آشکار و جانفیدا باید باشن که اول اونها بیستن، بعد دین و ایمان، بعد نمیدونم مقدسات و قانون و هر چیزی دیگر. من نمیگویم که 100% مسئله انتخاب فقط از محل ها می شود،
بله گوه دیده می شود قسمتی از پامیری ها شخصان انتخاب می شوند، قسمتی از جای دیگر. یک سیری دیگر هم دارد که اونها بیشتر از منطقه هایی که چی از زمان جنگ شهروندی چی بعدها اون منطقه ها کسانی را داشت که ضد حکومت یعنی فعالیت ها بردن، از این منطقه ها انتخابی منصب دارها خیلی خیلی حساس است. مثلا اگر از مردم وحدت، از مردم گویم که غرم و امثال اینها خیلی خیلی حساسن و یعنی مدت اخیر حالا مردم پامیر هم خیلی خیلی جای اول گرفتن در مسئله حساسیت. فقط تنها اونها اگر مثلا از دنغره و اینجا باشه یک سواد تقریبا هیچ رول بازی نمیکند، چیزی دیگر رول بازی نمیکند، تقه دواندن هم خیلی خیلی کمتر است در اون مسئله، پولی کمتر میدهی و وفاداریت هم به حکومت خیلی در یک سطحی پس سنجیده می شود. ولی اگر از دیگر چون گفتیم که اونها همیشه فکرشون این است که اینها از طرف خاک مقدسن، ولی از طرف دیگر باشه اگر حتما اول وفاداری به حکومت، دوم چیزی که آخرای وقت خیلی خیلی بسیار حساس شده است، دوم هرچی پرینسیپی دوری از دین در فکرت و در فعالیت جایگیر باشد، همون قدر شانسی گرفتن منصب بیشتر داری. هرچی حالا من یک داستان کوتاه میگویم دیگر یک چیز واقعیت. یک مدت منم با یک زمان منم با این مشکل گرفتار شدم. وقتی که کارمند امنیت من پرسید که تو نماز میخونی، گفتم الحمدلله من مسلمانم، چرا نماز نخونم؟ گفت که وقتی که تو در منصب نماز میخونی چی خیل با مردم کار میکنی، چی خیل باید سر خودت اعتماد کرد. این واقعیت است که نه اگر اون منصبدار حکومتی یعنی اون کارمند امنیت اگر روز این برنامه را بیند خودش احساس میکند که در واقع این چیز دیگرش پرسید که ببینین یک چیزی از همه سختش خیلی خیلی جای نمیدونم دیگر چی نامگذاری کرد این مردم با اون اظهاراتی که رئیس جمهور میگد من خانه خدا زیارت کردم و من مسلمانم، هیچگاه در فکری بد نیستم بدی ملت. نگاه کنیم کارمند دیگر امنیت نامش نگیرم به خاطر که نه خیلی چیزای دیگر شاید در خطر بیفتد. حتی شاهدم داشتیم در نظم میگوید که طرف من گشت گفت که شما همون فکری که پیشتر داشتین حالی هم در همون فکرین. گفتم کدام فکر؟ گفتن همون فکری که باید زنهای تاجیک که مسلمانان سطر بدوزن. من راستی به خاطر که اون کسی دیگری که همراه ما بود اشاره کرد که برای ما مشکلات میشود، خواهش میکنم جواب نده. به خاطر همون من جواب ندادم، خاموش ایستادم. گفت که ما برنامه حکومت با گویم که با واسطه اصلا کمیته دولتی امنیت ملی کنترل می شود. این برنامه این است که حتی فکری حجاب، فکری اسلام و قرآن باید از مردم دور شود. دقیقاً ببینیم این سخن، این کلماتی است که من از زبان نماینده کمیته امنیت شنیدم و برای شما بازگو میکنم. اون زمان خیلی خیلی راستی دردم رسید، ولی میخواستم خیلی یک چیزی دیگری هم بگم در اونجا، ولی خواهشی که اون نفر دیگر کرد که برای ما مشکلات میشود دیگر من نگذاشت این چیزا. گفت شما میخواهین که زنها در کوچه، اون زمان یک حالتی بود که دستور داده بودن به صدیق‌ها و رهبریت صدیق‌ها و اون باغچه‌های کودکانه در دوشنبه که هر مادری که کودکش میارد به باغچه و سطر دارد کودک اون از باغچه برونه. این دقیقاً همون محل حساس بود و بیشتر این کار بسیار میشورانید عبدالجبار رحمانزاده اون وقت به حیث یاور پرزیدنت اوید به رابطه با جامعه کار میکردن.
بعد از رفتنشون به حیث سفیر تعیین شدنشون در ازبکستان یک مقدار اسلام ستیزی یک کم سست شد، ولی بازم دوباره با تازیده شده است. فکرها دوباره نمیدونم این دفعه از طرف کی است. اون دفعه بسیار بسیار حساس از طرف این با واسطه این کنترل میشه. البته شاید دستورات هم از بالا بدین یک چیز معین است. نگاه تصور کنید، میگه که حتی شما تصور میکنید که در بیرون زن سطر بدوزد تنها در خونش بگیرد، اگر که در بیرون وقتی که سطر میدوزد تو دیگر در خونه انداختن بگیرد، دیگر برای ما اونش مهم نیست. برای ما مهم این که فکری اسلام و فکری سطر از اینا دور شود. البته که معذرت میخوام یکم موضوع اون طرف رفت، این به خاطر اینه بود که تا کجا پایه های حکومت داری در مسئله محلگرایی و نمیدونم تبعیض دینگرایانه و دنیاگرانه خیلی تا درجه گویم خطرزا و ضعیف شده است. سلامت باشین. زنده باشین. تشکر زیاد. مباشر بفرمایید. سخن با ما داد آقای شفقت؟ بله با فکرم نامتون مباشر بود. بله نام ما رو؟ اسم ما؟ عزت نه، اسم ما الله. عزت الله. آقای شفقت و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما و آقای شیخ و آقای تیمور و آقای آیدی موضوع گفتم یک فکر اندیشه ما بیان کنم. یکم خلاصه برای یک بس برای بدخشان یکم فکرم اندیشه میکنم. چرا حکومت با بدخشان با مردم پامیر یک وای نیفتن، هم صحبت نکنستان شده. مردم پامیر مردم با مدنیت، با فرهنگ، مردم با سواد هستند. همچنین که من قدشون کلان شدگیم و نون و نمکی مردم من خوردگیم، بسیار مردم بهترین مردم هستند. شخصانی که میگن اینها من قدشون که مثال صحبت بچه برادرایی که من هست از پامیر بدخشانم، من قدشون صحبت میکردم و یک جا شتگی شدم یکم بار بین ما و همون بچه ها یکم پامیری و تاجیکی خیلی گپ نبود. این همه کارهای نمی نوکا شد، همین 6 سال 7 سال همین 10 سال پیش کم اومد همین، برای که این در مبین مردم همین توافق تاختن. همین حکومت در کرسی مانون گفته همین غرمی و کلوبی و همین پامیری همین خی آوردن، برای که مردم پامیر تن نداد. آخران منطقه که در هم تاجیکستان مون مردم پامیر مون، مردم بسواد که مون تن نداد، بسواد قبول نکردن. هر یک شخصی که در پامیر آوردن اینا موندن، هر یک شخص آدمای خودشون اینا میخواستن که مردم پامیر رنگ همین مردمای دیگه منطقه یک یک قل کنن، نه که اینا مردم پامیر به گردن نگرفتن. چیه؟ برای که مردم بسواد هستن. که شفقت با این همش دلیل هست. وقتی که وقتی که اینا میرن یک مادری که با فرزندش کلام کرد، در 9 ماه در بدنش گرفت کلام کرد با آورد با یک چیزا رسوند، میروند هم فرزند همون را میکشن. ما دیدیم که چه گلبدین زیوبیک که از خواهر و پدر خودش حمایت کرد، امروز بردنشون، امروز به قتل رسوندن و همین هم یک بازی سیاسی کردن، بار دیگر گروه ها کردن. یک آدمی بسواد مثال آدمی که هم میفهمیدگی هم باشه میبینه که همینجا بازی سیاسی رفته است. چقدر دیدن که مثلا امروزها در آمارها دیدیم وقتی که آمدن همین یک دلیگاسیون تاجیکستان آمد در اون در برآمد کرد، نه همین برآمد کردگیش همین بوزماکف با یک نفر دیگه همون سلاحایی که گفتن من همون روز خودش در آباد در شبکه‌های پیشترش در آمدم، سلاح‌های گفتگیشون مقایسه کردن نمیشه. همون سلاح‌هایی که در اینجا گفتن و در سلاح شبکه‌های اجتماعیشون نشون دادن مقایسه کردن نمیشه همون سلاح‌هاشون. اگه با همین ندیدم من چه خب کنم. وقتی که حاضرام من قطعی هم برادرای هستم با برادرای بدخشان من قطعی صحبت یک وقت میکنم، یک وقت میبینم که چه خشم که دلشون اما دیگه دور رفته است. دیگه همینم طاقت نمیکنم. برآمدم امروز برآمد کردم که مردم بدخشان شما مردم ما هستید،
ما از هیچ محل از شما جدا شدن نمیتونیم و شما قطعی ما هسته. فکر نکنه که ما مثال همه یک پنجه یک نیسته. ممکن نیست برادرای ما میبینن نگاه خیلی عزت ببرومد برآمد کرد گفت مثال مردم بهتری نیاکد. ما باوری دارم مثال ما باور دارم همین کلام سلامون یک فکر اندیشه خوب میکنن همین مردم باید یک جویا کنن. همه کس باید ما همین ملت پرستی بریم. این هم میدونم که برای کرسی شدن موندگان همین ملت پرستی. و سوال ما برای اکای علیشیر شیرزمانوف بود که اگر اجازه چه یک سوال نگاه کنه اکا شما چی گفتنید برای همین دلیگاتی که نه اومد در همین من فکر میکنم اینو یک حکومت هم نیست با زبانی هم توجیکی چون گپ نزدن و اومدن با زبانی همون روسی هم که گپ زدن هوای هم حلال گپ نزدن با خونده و چیش کاسکا خوندن و نمیدونم جنگ اوکراین را نقل کردن و یا من خودم سرم در کردم اون را دیدم از اول و طرز ششتن در یک دلیگاتی که طرز ششتن رفتارشون دیدم خودم گفتم این حکومت همینه این حکومت برای همین آدم پیش از گفتم که برای طرز در ششتن یک همین و یا میمونیکو در نوشمی گفتگی و یا همون چیزا را در هم پیشونیش موندگی و اومدن در اونجا ششتن حیران شدن و خیلی کنن که ایوان درگون در دنگران در جان چی خود همون اصلا شرط میداده اون چیزای خونده است و ابشه مقایسه کردن نمیشه و همون میگفته که چی همین یک خیلی موضوع بگاه دروغ بود حقیقتا. یکم اون چیزی که خودتون قید کردید چرا اینها رو آمدن به زبان روسی گپ زدن این میدونید به چی مانند میکنن. یک وقتا همین خیلی دوران شوروی همین موسفیدای ما کدام خارجی رو نمیدیدن خارجی می آمد خیتویی باشد و نیمیس باشد و انگلیس باشد برای وای یک شغنی زبان شغنی و زبان روسی یکی او نه این بلد است و نه اوش بلد لیکن همین موسفیدای ما با روسی و با اونا گپ میزدن باز بلند گپ میزدن گویا او کار است. اینا هم آمدن در او جا بر روسی گپ زدن گویا روسی اونا روسی بلدن. یعنی اینا چرا به تاجیکی گپ نزدن؟ میدونید چرا؟ چون که برای به تاجیکی گپ زدن اینها باید همین تأمینات ترجمان ها را خودشون کنن. یعنی همون با زبان تاجیکی اگر من خواهم که من اگر یک صاحب این دولت می بودم در همه جا با زبان تاجیکی حرف می زدم و در همه جا همون با 6 زبانی که اونجا هست یا چند زبانی که هست تاجیکای من هم در همون کابینه ها می ششتن و به همون 6 زبان ترجمه می کردن. اگر یا دلیگات های رو روا می کردم که اونا حداقل زبان انگلیسی رو بلد می بودن. یعنی ما در کنفرانس های سازمان امنیت و همکاری اروپا می آییم و حاضر بغیر از بلاروس یگانه دولت نه خطا کردم دویم دولت سه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان همین 3 دولتی است که به روسی گپ میزنیم. ما جامعه مدنی هم اکثر با روسی گپ میزنیم. خیلی این کمبودی ما است لیکن ما که بودجت دولت رو در دست نداریم و کادرهای ما کادرها رو از 10 میلیون نمیچینیم. ما همین قدر کادر داریم که من و تیمور و چند نفر دیگر ما همون یک زبان روسی رو آموختیم با همون هم شکرانه میکنیم لیکن اینا که از نام دولت ما را روان میکنند حداقل یک زبان خارجی را باید اینا بلد باشند. ثانی همون وکالت های خود را بدانند. همون وزیر عدلیه همون حساباتی که وزیر عدلیه داد این حسابات وزیر عدلیه نیست. وزیر عدلیه با همین حسابات گفت که او خودش جزئی یکی از وزارت های
جزادهنده است. یعنی وزارت عدلیه وزارت جزادهنده نیست. در همه همین سه وزارت جزادهنده داریم و هرگز این خیلی ممکن نیست که وزیر عدلیه بیاید و موقع جزادهنده را بگیرد و از موقع جزادهنده بیاید و اونها از اون طرف که گوش میکنن اونها همه این رو میدونن. وزیر عدلیه ببینید با پافشاری دولت های خارجی ما آمدیم و همین زندان ها رو از وزارت کارهای داخلی کشیده گرفتیم و دادیم به وزارت عدلیه. جامعه جهانی همین طلب رو کرده بود که وزارت کارهای داخلی به خاطر منفعت های خودش مردم را شکنجه میکند تا که اعتراف را بگیرد. برای همین ما میگیم به وزارت عدلیه اجازت نمیدهد که آدم رو در اونجا شکنجه کند، چون که اون نامش وزارت عدلیه است. این آمد در همین نشستی پیش سازمان ملل متحد گفت که من هم جزئی همین جزادهنده ها هستم، من هم از وزیر کارهای داخلی و امنیت هیچ فرقی ندارم و اون ادوکات هایی که من به آنها اجازت نامه برای کار ادوکاتی میدیم، من البته با نظر داشت منفعت امین وزیران هم میتیم. یعنی همه امین اعتراف رو در پیش مردم کرد. بعد حالا ببینید اینجا در همین نشست بفرمایید. نه گپ زنید، بعد از شما من صحبت میکنم. حالا در همین نشست پیش از اینکه در باره نشست گپ زنم، اکی علیم وقتی که سخن رو آغاز کردن در اولی برنامه گفتن که از همون سرلوحه‌ای که گذاشته یک کمی شما دور رفتید. یکی دور رفتن من به کدوم مقصد بود؟ دور نرفتم من و من در اونجا عامل هایی که مردم آمدند و خودشان رو گفتند ما تاجیک نبودیم، تاجیک نیستیم، ما کاملی بودیم و ما از این مردم جدا بودیم، من این عامل ها رو ذکر کردم و گفتم که همین عامل ها هستند و این سیاست نادرستی حکومت است، این فشارهای حکومت است که مردم دیگر به یک خوددفاعی گذرد. و حالا ببینید من در همین جا حیرت زده می شوم که در بسیاری از جایهایی که باید از حکومت تاجیکستان دفاع شود، حکومت تاجیکستان از خودش دفاع کند، مقامات امبودسمن رو میفرستاند. یادتان هست به نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا ماه سپتامبر سال چند بود؟ سال 2018 بود، 19 بود، وقتی که ظریف علیزاده امبودسمن تاجیکستان بود آمده بود و از شکنجه های مقامات انتظامی تاجیکستان و از بیدادگری های وی پشتیبانی کرده بود. حالا همین در تاجیکستان امبودسمن چی رول رو میبازد؟ شاید من از امبودسمن فکری غلط دارم یا که فهمش غلط دارم از امبودسمن. امبودسمن تاجیکستان رنگ پروکورور رفتار میکند، نه؟ امبودسمنی که باید از حقوق مردم، امبودسمن کسی است که از حقوق شهروندان دفاع میکند. یعنی امبودسمن وظیفه‌اش این است که وقتی که حکومت بالای مردم جبر میکند، از منصب‌هایش سوء استفاده میشود و مردم پشتیبان نمییابد، به امبودسمن مراجعت میکند. همین طور نیست؟ اما این امبودسمن میباید حکومت را از مردم دفاع میکند. همینجا من نفهمیدم یا در تاجیکستان امبودسمن وظیفه دیگر دارد یا من وظیفه امبودسمن را غلط میفهمم. من میخواستم از دوی شما همین نظرتان را پرسم. شاید عزت الله هم اینجا گپشان را میگفتند و یک نفر با نام الحمدلله وارد شده هستند نظرشان رو میگفتند. با همین 20 دقیقه دیگر وقت داریم، با همین برنامه رو با آخر میرساندیم. بفرمایید اکی تیمور چی میگوید به این؟ السلام علیکم و رحمت الله.
بگذار اکی تیم روزی هستید که برادری که نه وارد شدن اول فکرشون رو بگن. مرحمت بفرمایید برادر. بیا من هم نقطه نظر ما یک تیز شرح میتیم با میبرم. السلام علیکم با تمام بینندگان شبکه شما و نقطه نظر خود من میخواهم همینجا گویم که تاجیکستان این وطن نه وطن تاجیکاست. تاجیکان این وطن پامیریان هست، دیگه ملت ها هست، ای قرقیزا، از ازبک‌ها، از روس‌ها، از ایرو، از عرب‌ها، از همه هست. ما نباید که بگیم که ما فقط هر کسی زندگی می نباید با تاجیک باشد. این فکر خطا، فکر نادرست است. ما بسیار حرمت احترام میکنیم برادران بدخشی خودمون را، بهترین انسان ها هستند. ما با آنها یک جایه هستیم و به همه حکومتداران یک مراجعه داشتم، میخواستم همه ساخت طرز حکومتداریشون را به همه ملت فهمانده تیم. آیا دولتشون دموکراتی است یا که دیکتاتوری است، پادشاهی است، اسلامی است، چی است؟ که مردم باید بدونه که وقتی که حرف از دموکراسی میزنن اینجا ملت رو در یک حالت وای میبیارن که ملت نمیتونه، ملت وقتی که آزادانه میخواد صحبت کنه و یا فشار میبیارن. این با یک دولت دموکراتی نه، با یک دولت دیکتاتوری، با یک دولت پادشاهی وای است، مطابق است. برای همین خواهی باقی در امان خدا باشه. تشکر زیاد به شما. سلامت باشه. سلامت باشین برادر. خوب جنباز کنن اگر نه. اگر بفرمایید. خب این برادر گفتنی دوش ما انتظاریم. عزت الله مرا در اویدی تاجیکستان هازی تاجیکستان یک سیمینی مناپوله کدگیان، یک اویله است. این اویله از سر کرسی نرفتن. اگر از سر کرسی انشالله رواد ما باوری داریم که سواد غلبه میکند و آدمای با سواد میگن در کرسی میشینن و تاجیکستان نیاز دارد. تاجیکستان با پرزیدنت نو نیاز دارد و این اویله از کرسی نرفتن گفتن حالی بسیار فرزندای این ملت به قتل میرسون. همین اگر کلانترامون بسیارتر شرق میزنن باید اجازت نتیم که با همین قتل دیگر قتل نرسونم. همین باید پس نشینیم، خاموش نشینیم. فقط گفتن در کار است که با قتل دولت با شکنجه و کشتار دولت پیش نمیره. این جوانای خجوان بودن کشتن این جوانا را برای یک سخن آزاد، برای یک گپی فکر اندیشه چون بران زندان کنن کدام دولت خیلی پیش میره. این معلوم است که تاجیکستان از دولت خودش همون دیکتاتوری است. یک اویله برده است پیش برده است اما از کرسی نروم گفته بعد از خودش باید میخواد تو فرزند خودش هم ممکن موند. برای همه کوشش کردن در کار که نباید با فرزندای ملت کشن، با قتل رسونن یا بران بیوده با زندان کنن. باید همین ما باید بسیارتر جلب کنیم برآمده در بسیارتر مثلا این مینه برای همین موضوع کردن در کار است. و اکای تیمود ورقی اگر اجازت من با شما یک سوال تیم. مرحمت بفرمایید. Вы как хотите, на русском или я на таджикском? حرکت شما واقعی نگاه کنید شما چی مثلا همین چند سال چی در این مبارزه پیش برده استید؟ همین برنامه‌ای که برده استید مثلا برنامه‌ای که نکه شفقت برده استید با گروه‌های سیاسی برده استید همین یگان نتیجه نداده است به فکر من. فقط زیاد شده است کشتار و کم نشده است. چی فکر کردن؟ همین یگان با موضوع نو هست، یگان برنامه نو داره که مثال ندیدیم یگان که کم شود. زیاد چی کشتار بسیار شد، زندانیا بسیار شد. نه که همین با همون با ظلم هست، ظلم زیاد شد کم نشد. چی موضوع داده شما؟ چی برنامه کده است یگان برنامه ما میشه آغاز شما داریم مثلا همین گروه‌های سیاسی داریم و یک چند نفر دیگه موندگی آدمایی که با سواد با مثال برخلاف بیان که уже در درون این سیاست چون چی برنامه کردن آینده در یگان برنامه نو هست. من میبینم که بسیار اروپا اومدن خاموش شدن رفتن، تمام زندگی خوب دیدن رفتن. نه که در همین
шабакаҳо шуморо фақат мебинем. Шабакаҳои фейсбук да, шабакаҳои иҷтимоӣ да, ка Шавкат да, чанд нафари дига муборизора. ё аз паси зиндагии хуб ки дидан дар Олмон, Европа рафтан, аз паси муборизаро пай кардан, рафтан дига дар мубориза нестанд, ки қадар мардум дар оҷа зулму шиканҷа мешавад дар Тоҷикистон. Як ҳамин шарт медода як. Якумш ки ноумед набояд шуд. ноумед ки шудӣ дигар яъне ки таслим шудӣ. дуюмаш ки теъдод на он қадар рол мебозад. хеле ки шумо медонед 200 مرد جنگی بیش از 100,000. ما خوب آدما ما یعنی که دموکرات هستم. ما مردم کسی را نمیتونم مجبور کنم که مبارزه برین، خسته نشوین، مبارزه برین، هر روز در فکر ملت باشین، در فکر آینده باشین. یگان کس من نمیتونم مجبور کردم. اگر در دلش باشد خوب همسنگری ما میشود. همسنگری ما، سنگری ما، در سنگری ما جا هست. با ما باشین، جوانا با ما باشین، خسته نشوین، ناامید نشوین، نباشین. دیگر این رژیم فرو میپاشد، این دیگر رژیم آینده ندارد. حالا تاریخ بینید، حالا حادثه را بینید که در جهان چی حادثه رفته ایستاد است. در اوکراین یک بلیوای توچکا در اوکراین یک جبهه اساسترین دنیا جهان حاضر در اوکراین است، در بین دموکراسی و در بین دیکتاتور. خب دیگر در بین کره شمالی، کره جنوبی. خب این یعنی که ما باید مردم ما، جوانان ما باید طرف درست جدا کنیم. یعنی که طرف بگیریم. ما باید طرف دیکتاتور نگیریم، طرف فرعونی نگیریم، خب طرف ظالم نگیریم. باید با مردم صحبت کرد، ناامید نباید شد. خب ما برنامه نو چیز با راه اندازی میکنم، سر کردم، شروع کردم برنامه. خب برنامه دیگر در پیش است. انا با مردم صحبت کردن در کار. ما خیلی سوال را از دادیم. این ماشین تبلیغاتی حکومت خیلی و پول دارد و دیگر خب یک ارتش چاپلوسا دارد، افسوس دارد. ما چنین ارتش نداریم. ما 200 مرد جنگی داریم بس. ولی مطمئن باشه که 200 مرد جنگی در صحرا خب غالب میشوند. بله. تشکر زیاد. به هر دوتون تشکر زیاد. موفقیت. زنده باشید. موفقیت برای شما هم. در برنامه‌های دیگر هم با خوبتر برآمد میکنیم. امروز با یکم اومد. همین اومدم در اومد. مثلا دیدم گفتم بیا دارم برآمد کنم، گفتم خفا نشینم. من گفتم در موضوعتون الله نگهبان باشتم. در برنامه‌های منبع نیست شرکت کنید و حتما برنامه‌های نوبتی ما انشالله که پای در پای پخش خواهند شد. حالا با اکای تیمور و عزت الله خیر خوش میکنیم. هر دو شما را به الله پاک میسپارم. خداحافظ اکای علیشه زمانو با شما موفقیت خوشحالی بود هستیم و خلاصه سخنشان رو گوش میکنیم. بعد از اون من هم خلاصه سخنم رو میگم با همین برنامه این روزه رو با آخر میرسونیم. اکای علیم بفرمایید. خب برمیگردیم باز با موضوع اصلی خود. من مطمئنم که محض همین بدبختی که به سر این ملت و مخصوصا سر مردم بدخشان آمد و این
بدبختی باعثی هرچی زودتر سرنگون شدن همین رژیم خواهد شد و البته که همین بدبختی باعث می شود که این مردم، یعنی این مردم تاجیک که از این ظلم خلاص یافت، دیگر بودن یکدیگر را بیشتر تحمل خواهد کرد، دیگر بودن یک هموطن خود را بیشتر تحمل خواهد کرد و این دیگر بودن ها، این تحمل و قبول کردن دیگر بودن ها در تاجیکستان باعث پیدا شدن ملت تاجیک می شود، چون که ملت مفهومی است که در گرد همین مفهوم شهروندها جمع می شوند. در گرد مفهوم ملت خب یعنی تبعهای یک شاه یا یک لیدر جمع نمی شوند. اونهایی که شهروند تا پیش از آنه که ملت شود، عضو همون ملت باید اول شهروند شود. بله. و انشاءالله همین بدبختی ها باعث می شوند که ما شهروند می شویم و شهروند بودن این تحمل پذیر بودن است در مقابل یک همسایه، یک هم ملت، یک هم وطن خود و در این حالت یک ملت واحد می شویم و انشالله بعد از سر رحمانوف این ملت انشالله رای خود را، رای مستقلی رشد خود را در همین جهان پیدا میکنه. تشکر زیاد به شما. سلامت باشید. تشکر که در برنامه شرکت کردید و از فکر و اندیشه های شما تماشاگران ما بهره بردند و انشالله امیدواریم که از این صحبت ما خیلی از تماشابینان بهره گرفتن و یک راه درست را خواهند انتخاب کرد. من اینجا چند از تشکر به شما با همین با شما خیر خوش میکنم. زنده و سلامت باشید. تشکر زیاد. حالا اینجا من چند از فکرهای خود را بیان میکنم. در زبان حقوقی در قانون عموما یک عباره هست، ولایت قانون. ما میتوانم درباره همین ولایت قانون با دلخواه پروفسور دکتر علمی حقوق بحث کنم. ولایت قانون در کشوری که همین عباره ولایت قانون استفاده برده می شود، اون کشور نباید پیشوا داشتگی باشد. همین پیشوا داشتن در یک کشور و در آن کشور همچنین باز ولایت قانون گفتن، این دو چیزی به هم ضد است. در کشوری که پادشاه هست، گپ پرزیدنت است، نه گپ پرزیدنت، گپ پیشوا است و گپ او از همه بالا است. در اونجا ولایت قانون وجود داشته نمیتواند. دیگه در اونجا نمیتوان از ولایت قانون گپ زد، چون که ولایت قانون همین است که در آن تمام قشرهای جامعه به اینابت گرفته میشن. گپ قانون میشد، گپ شخص نه، گپ یک نفر نه، گپ آن است که مردم توسط وکیلانش در قانون قبول کرده است و باید آن قانون پیاده شود. اون گفته شده است من فرمان دادم که بی‌ضررشون گردانید. یک ملت از بالای گپ یک نفر سرسان و سرگردان کشته می شود، به قتل می رسد، زندان می شود تا اینکه یک نفر در منصبش باقی بماند. همینجا ولایت قانون در کجاست؟ ولایت قانون وجود ندارد. با گپ یک کس کار رفته ایستاده است.
یک کس میگوید بکشیدشان، مردم میرود تانگ و توپ و تفنگ بر ضد مردم خودش روبرو می شود، مردم خودش رو میکشد، به قتل میرساند، تا اینکه علیه این یک نفر کسی گپ نزند، سر بالا نکند، چشم علا نکند. آیا اینجا ولایت قانون وجود دارد؟ نه. از همه قانون گپ یک نفر بالا است. گپ یک نفر بالا است. برای همین کدام احمقانه که کدام ابلهانه که به همین پشتیبانی قانون پیشوا کار کردگی هستند، چاپلوسانه، و این قانون رو به میان آوردگی هستند، خائنان ملت همانها هستند. ملت آنها رو مییابد، نام آنها رو مییابد، امضا کنندگان آن رو مییابد، مصلحت دهندگان آن رو مییابد. حتما مثل آنهایی که در گذشته خیانت به ملت کرده اند و همچون خائن در تاریخ نوشته شده اند، نوشته خواهند شد. چونکه انا همین پشتیبانی از همین قانونهای شخص پرستی، از همین قانونهای تملق گرایانه و چاپلوسانه امروز ملت عذاب کشیده شده است. شاید خودی همین امام علی رحمان تا این قدر هم این بدبختی ملت را نمیخواهد، و شاید همین امام علی رحمان هم انسان هست، دل دارد، چشم دارد، گوش دارد، هوش دارد، میفهمد، درک میکند که تا این درجه حیوان بودن روا نیست. لیکن این شما هستید که را برای حیوانی برده ایستاده. پدرم، پدر ملت، پیشوایم جناب عالی، پیشوا، هم تو پیشوای معظم ملت در جامعه دموکراتی، جایی که ولایت قانون هست، یک شخص معظم بوده نمیتواند، پیشوا گوجا معظم بوده نمیتواند، چون که گپ یک نفر نیست. در جایی که ولایت قانون هست، حقوق شناسان، کسانی که در دانشگاه ها از حقوق شناسی درس میدهید، وقتی که پیشوای ملت گفته گپ میزنید، شرمتون نمیآید که خودتان بر ضد خودتان گپ میزنید؟ جایی که ولایت قانون هست، پیشوا وجود داشته نمیتواند، پیشوا به میان آمده نمیتواند جایی که ولایت قانون هست، چون که ولایت قانون نمیماند که از قانون دیده که یگان نفر بالا ایستد، یگان شخص بالا شود، یگان فرد، یگان گروه بالا شود. برای همین هم دانشمندان، کسانی که از حقوق در دانشگاه ها به شاگردانتان درس میدهید، شرمتان نمی آید؟ زبانتان در نمی کند وقتی این گپ رو پیشوای معظم ملت گفتن؟ چون شما از حقوق درس داده ایستادید. در حقوق این گونه اصطلاح وجود ندارد. در جایی که حقوق از ولایت قانون گپ میزند و ولایت قانون به مردم دست داده می شود و به مردم وعده داده می شود، با او در این جامعه به پیشوا راه نیست. بیاین در یک جامعه دموکراتی، در اون جایی که ولایت قانون هست، منصب بلندترین پرزیدنت است. پرزیدنت، تمام، جناب پرزیدنت یا آقای پرزیدنت یا برادر پرزیدنت یا دوست رفیق پرزیدنت، چون که یک برادری ما هست، یک همشهری ما است، یک خادم ما است. ما او رو به خدمت برگزیده ایم، یعنی خدمتگار ما است، هیچ وقت پیشوای ما نیست. در یک جامعه دموکراتی، در یک جامعه حقوق بنیاد، در جایی که ولایت قانون هست، پرزیدنت خادم مردم است، خدمتگار مردم است. پول مردم را از اسرافکاری باز می‌دارد، نه اینکه تصرف میکند و از خود میکند و خودش و بچه هاش سیر میکند و وقتی که با بچهش گپ میزند تو گوشنه نیستی گفته گپ میزند. بچه پرزیدنت گوشنه نیست، یعنی این مضمون رو دارد که در این کشور گوشنه ها بودند؟ نه، وقتی که به فرزندش پرزیدنت یک کشور تو گوشنه نیستی گفته گپ میزند، این اقرار آن هست که در این کشور گوشنه ها هم هستند، بچه او گوشنه نیست. منطقی گپ رو بینید. در یک جامعه حقوق بنیاد اگر پرزیدنت این خیلی گفته گپ زند، تقریبا 15-20 سال ترمه میشیند. در یک جامعه حقوق بنیاد منطقی گپ، زبان شناسان، ژورنالیست ها رو میبرید،
این گپ رو خطا گفت، اون گپ رو خطا گفته 7 سال و 10 سال زندانشون میکنید. گپ‌های ژورنالیست‌ها، گپ‌های بلاگرها رو برده زبانشناسان تشخیص میکنن، چند گپی سیاستمدارها رو تشخیص میکنن، میبرن به زندانش میاندازن 7 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال. همین پرزیدنتی که به بچهش مناسب به بچهش مراجعت کرده گفت به رستم امامعلی که تو گشنه نیستی، این مضمون آن را دارد که در این کشور گشنه ها هم وجود دارن اما بچهش گشنه نیست. یعنی تحقیر ملت است. به این رئیس جمهور است، لیکن چی ایمونیتت دارد که از جوابگری در جای جنایت آزاد می شود؟ او را در همین جای جنایت کردگیش بازداشت کردن در کار بود، پشت پنجره زندان انداختن در کار بود. و وقتی که گفت که من گفتم که بی‌ضررشون گردونید مردم بدخشان را، همون هایی که برآمدن راه را بستن یا که همون هایی که برآمدن تظاهرات کردن، این رئیس جمهور کیها به جوابگری جنایی کشیده میشد؟ حالا شما حرف دهان ما را حساب میکنید، حرف دهان این پیشوایی که نه ولایت قانون را میشناسد، نه حقوق بنیادی را میدوند، نه دموکراسی را میدوند، نه آزادی مردم را میدوند، نه حق مردم به تظاهرات را میشناسد. حرفای این را کی حساب میکند؟ شخصا من دشمن امامعلی رحمان نیستم، به یگان نفر منصبدار دشمن نیستم، بدبین یگان نفر نیستم. من بدبین کردار و عمل و رفتار شما هستم. به خودتان هیچ خصومتی ندارم، هیچ بدبینی ندارم. بدبینی من به رفتار کردار خائنانه شما است. بدبینی من از آن است که این سیاست نادرست شما است که 50% اهالی کشور امروز به تمام دنیا پراکنده است، در اکثری حالت سرخم و زبان کوتاه است و پابوس و خانه‌روبی کوچه‌روبی مردم عالم شده است. این به من علم میکند. به شخصیت شما کاری ندارم. شما میتوانید امروز به انصاف بیایید بگویید که من کاری خطا کردم، از ملت عذر بپرسید و به مردم حق بدهید که مردم ملت پیش برود. شما ببینید تمام ریسورسی کاریتان تمام شده است، یک پایتان لبی گر شده است و دیگر یگان فکری پیشرفته ندارید. با همین حالت میخواهید با تا زنده هستید مردم را در همین حالت بیچارگی نگاه دارید. این کارتان نادرست است. خلق عالم گفته ایستاده است این کارتان نادرست است. وگرنه شما را به ژنو نمایندگان شما را نمی آوردن، گپ از نقض قانون، گپ از شکنجه نمی رفت و شما را از شکنجه نمی پرسیدن، از سرکوبی مردم نمی پرسیدن. تا شمال نشود شاخه درخت نمی جنبد. شاخه درخت جنبیده است که شما را می پرسند در جامعه بین المللی. انا بنابر همین هم به خود بیایید. کینه و عداوت و خصومت و دشمنی را یک طرف پرتایید. هیچ کس دشمن شما نیست. با هر حال دوستدارم نیستیم به شما. فقط میخواهیم این ملت، این کشور در امان باشد، در ایمن باشد از زیان و ضرر شما. درست است، ما میفهمیم شما تمام نمیخواهید جای رو به دیگران بدهید. یک پایتان لبی گر شده است، تمام ریسورسی کاریتان، تمام امکانیت هایتان از بین رفته است. میخواهید همه چیز رو به پول حل کنید، نمیشود. به پول همه چیز رو حل کرده نمیشود. همه رو دزدیدید، غارت کردید، جمع کردید. به یک تین صرف کردن تن نمیدهید. برای روغن گدایی میکنید، برای راهها گدایی میکنید، حتی برای حاجتخانه ساختن گدایی میکنید. حاجتخانه شما رو حتی رفته از اتحاد اروپا میسازن. این برایتان ننگ نیست؟ در اینجا ایستاده ما شرم میداریم. این است که همین پروژه را چقدر همین زیر کنید، پخش کردن گیری، وقتی که نوبتی تو را برگرداندن میشود دور میپرتاید. برای همین شما پخش کرده ایستاده، به مردم فشار آورده ایستاده. وقتی که این فشار تا درجه آخرش میرود و وقتی آن میشود که پروژه به حالت خودش برگردد، شما به دور پرتافته میشوید.
دیگه به مردم نزدیکی کردن نمیتوانید. امیدوارم که درد دیدم را گفته توانستم. امیدوارم که یک کمتر علم دلم امروز خالی شد و امیدوارم که یک چیز برای مردمم گفته فهمانیده توانسته باشم. با امید دیدار در برنامه‌های دیگر یکایک شما را به الله پاک می‌سپارم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکتی محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.